در 21 ریبندان سال 2721 کردی دا گوبرفکی زیده لعور میباری بو رسول گلبان دیگر دو موانی خواه چونه کافکاسی روی. شانوها دورترین بازار جهان 2 هفته بو کچوبو سردیکی. میوانداریا رسول به فنجان یک چای دست بی بو میوان آنجی دوی برفا گران دا خوگهانده. البته و ندزانی که دراستی با بلیس که بین. هون جبیر نکن. دا گو بزانن دنوا با بلیس که دا چه دا قومه دوی هون درباسی نوا با بلیس که بین. ایجا دور و چه تشتک نوی خویا کرن. اجازه هبید هم برنامه خود دست بگم. بله خدمتدارم. به نام خدا هم دوی باشا برنامه و بابلیسکا خدمت و بینر و بیسترانه سر مجارا شانویا کردی لعورمی و به تایبت او شانویا که خاتون سمانه برسر دیگه و که به نام تئاتر دورترین بازار جهان امی گوتوبیجا که بکن از جارک دی خیراتنه که برز ماموستا رسول بانگین و شانوکار در هنر و نویسکار شانو دکم و خاتون زمانه میرزایی که بود جارا حوضی شانو یک به فستیوال کرکوکه و یک جنک و اولین شانو خود علمیه دا بر سردیکه و لیستکوان و در هنر اون خیراتنه سرچاوا و سرسرا. اولین سوال کاک رسول امشنه لویته تا نمایشنامه یک نویسی و خاتون سمانه جی اینا برسه دیگه دلیلان نویسینا و نمایشنامه تا چه بود؟ تا چه تشتک احساس کرد؟ چه او که خود بود تا که او نمایشنامه نویسی؟ وقتی نویسکارک اصلا با اهمیتک چنینه که نمایشنامه بنویسم سناریوی بنویسم یا کرتا چیراک بید شعرک بید اولین نیاز بو کسی که نویسکاره خود نویسینه وقتی از فکر دیگم شون از زور قالب ادبی دا خب نویسم فیلمنامه نویسم نمایشنامه گاه شعر نویسم گاه چیروک نویسم بو قالب بو پیدا دیگم که چی قالبه که دا بشیم او چیزی که نا ذهنم دا هیا او ارائه بدم از بیا باوری ما که نویسنده و که موجوده کیه که دائما آلودگی جهان جذب بکن این تشتانه که اجتماع داهنه جماعت داهنه جماعتی دی زور عکس العمل و ریاکشن نسبت به آن نشان دادن اما نویسکارک هنرمندک نسبت به آن ریاکشن نشان دادن و آن جذب خودی کن نویسنیم بو اوی نینه که مرو تشتکی بین دبی رو خوب نویسنیم بو اوی که مرو او تشتکی ذهن داهیه فراموش بکن در واقع هم نویسکار دنویسن تا فراموش بکن که شاید راحتر بشن رازه بشن به مسائله که دی فکر بکنه و او چیروکیجی به هاو شکلی بو بر حال قصه یا چیروکا دورترین بازار جهانی به جورک جرقاب 3-4 سال پیش هاتنا ذهنمه که باسته کسی که بکم که بازار خود گرید خب زور چیروکی دی یا بر حال فیلم دی به شکلم شبیه به مثلا داستان و قصه بیستنه که یا دگهیت یا ناگهیت یا دمرید
به اتفاق دکید محس کرد اتفاقی که دی روی بده اجدی اولی که دیگه تا باجاره خو اما باجاره ویران بوده و لبه باجاره خو کتمان بکن دیگه دوا باجاره منینه اما بوم جالب بود که هم وقتی که دیگه این ابتشته که هم حصل دیگه اما دی بینین ابتشته نه ابتشته بود که نا ذهن مدا بود و هم کتمان بکن هم کتمان کنه بوم فضایی که دی بود حسه که دی بود که سر رو بر جا دیسا بچید دو ابتشته بگرید که حصل دیگه اما اولین دلیل ها بود که اثر که ادبی دی خلق بکن و خب او چند ساله داشتی هم چه به عنوان انسان چه به عنوان کرد شاید احساس کرد که هویت ها خوب و تشتی که اصلا هم دور کرده نه و احساس کرد که اثر که بود تو شاید تلنگور اگه بید بومک و هم تشتی که به اصطلاح او تشتی که هندی سر ارائه بدنه و بگینه و اصالت و هویت ها خوب او شاید اصلی ترین انگیزه کاک رسول خب هر نمایشنامه که تایبتمندی خوهنه آیا تایبتمندی ها و نمایشنامه در تونه او بحثا که در گوته اشاره پیگیره و یا هندک تایبتمندی دیش در داینه دا کلی بپرسم فرقا و نمایشنامه اگر نمایشنامه دا یادی چیه؟ مثلا گر کیش نمایشنامه مثلا گر به تدریج مثلا گر او نمایشنامه که نویس اساطیر دیدانه وکو مثلا دربی شردی یا وکو خجوسی یا کلن او نمایشنامه دا نویس او 2-3 سال اخیر شاید 4 سال 3 سال اخیر امه کرد سویدیشون لحاظ هویت یا لحاظ هفتشتی که بوی شانازه دیکن و احساس دیکن دیامه احساس کردم زور کم بزاعت در بونه یا حتی بی بزاعت در بونه تشتک نا درونه همه داهه بو که بو بمده هید و هر او تشتک هم دیگه هینه او نینه هر تشتک هم تهیه دیکن او نینه بحث زندگی و هویت انسان دا خب دو نوع عشق مجازی هست عشق حقیقی هست عشق مجازی وکو مثلا عشق به اشیایی هر اشیایی مثلا هم وقتی شروعون مثلا 2 سال 3 سال محاول دا ما پاره خرده کرد ما التماسه دای بابه خوده کرد که مثلا با من دوچرخه که بکشم او دوچرخه حتی 1-2 سال نا ذهن ما دا بود عشق که زور تکمیل شده دا پیش شای من وقتی من تهیه کرد شاید هفته 1-2 هفته دا دوچرخه ما پارکینگی داشته ندادن مثلا حفش داشته من ندیدم حتما من بره با اتاقا خوب من دیگه تمیز کرده با کس جرأت نبا کوچی دا دسته لیداد هیدی اما کم رنگ ده بود مثلا حساب که باش 5-6 یا 5 ساله که او دوچرخه ولی دهات که اصلا اهمیت بی نداده و من احساس کرد اول وقتی او دوچرخه مد خواست او دوچرخه تشتکی دی بود بونه ولی هاتی که بوم بی اهمیتیه بیا هر دوچرخه واقعا ماهیت اول بود یا من اشتباه کرد من تشتکی زور مغزن‌تر او دوچرخه به خود چی کرده بود بحث عشق مجازی دا همیشه هست هم عاشق تشتکی دبن وقتی دستینه دبینین او نینه هیدی لی دور دبنه بیرا من اولین بار که من وقتی دانش آموز من ویدیو کری به اصرار من بوم ویدیو کری او نوار مغزانه قدیم هبون اصلا حسه که عجیب هبون من احساس که عضوک جدید خانواده هاتیان آمده او فیلم که من برای خود داره فضایی که دی هبون شاید زور فیلم هبون من دیده بودیست و دوباره من دکرنه و آمبیانس و فضایی که دی بوم ایجاد کرد نه ویدیو هر نهج ما البته نه حس نوستالژی بوم هیا اما کوچکترین اهمیت ما داشت نین اصلا نهایت دیار کردن یک او بحث بود که با اون متن می‌نویسی دو نظرم هم تشتی کم لی دیگرن به عنوان انسان نه عشق مجازیه نه تشتانه که کم رنگ بی هم به عنوان انسان و پاش درجه 2 به عنوان کردک هم واقعا ما ابتشتی که همه من بذر کردیم از احساس که من باجاره خوب بذر کردیم اما باجاره منظور اقلیمه که جغرافیایی نینه صرفاً هویت که سیاسی نینه اصلا از شوله دا هست ناکم و ناخوازم بحث که سیاسی مطرح بکن اصلا بحث سیاسی به شکلی در دقام به اصطلاح به عنوان نویسکار قد نبوید شاید زور کسبیشون بانگین سیاسی کار است سیاسی دی نویسید در شعبی نویسی سیاسیه به هم میرسیم سیاسیه برادرها میمیرن سیاسیه اوانه شاید بوانه سیاسی بید بوم اصلا سیاست نینه بوم سیاست کسا که کدیهید اوانه حتی آلوده دیکن حتی فضای ذهنی ما آلوده دیکن
از زور ساده واسه عشق دیکن، واسه هیجان دیکن، واسه ولات دیکن، واسه ازمانه جای خود دیکن، واسه هویت بابی خود دیکن. از واسه وانه دیکن مانه تشتایی که سیاسی نین نظر آمده، اما تشتایی که زور عادی نه. ایره دوشی هست که سیاست کشکی پاش را بچید، چون از بخو احساس کم فضای فعلی دا سیاست هین هاتیه پیش باعث بیه که فرهنگ و هویت ها مجی حتی خدشدار بید. یعنی از احساس کم سیاست اینقدر فضای جامعه ما آلوده کریه، از واسه هر تشتی که دیکن دید آلوده دیکن. از حق خود خواهد سیاسی دید باعث بید نشم پی بگیم. از واسه نویسی دیکن سیاسی دیکن و باعث بید که نشم ادامه متن خوبی نویسم. مثل که زور فضایی که عاشقانه دا انسانه که خلق بکن که تو باجار خوبه، اما وقتی دیگه ایتالی و باجار ویران بیاد چه تشتک ویران کریه؟ مسیر دا اشاره پیدا بید همون جریانات سیاسی. فقط از جریانات سیاسی باعث بیاد نگیم از تشتک از خواستم، نگیم از باجار خوب، نگیم از هویتو، در حالی که تشتک پیچیدن اینه. مگه از زندگی هم چی خواستم؟ جالبه مثلا فکر دکن مثلا هم به عنوان انسان حتی نکرد هم تشتک زور عجیب غریب بخواستم، نه خیر. فکر ناکمیش انسان دنیای دا آرزو و آواته به غیر از آرامش بید. تمام از زندگی که دیگه آرامش درست. نه هم مکان ایره هاتیه چی کردن بود چیه؟ آرامش یاد خلق بتیره و یک روز هات ایره آرامش پیدا. درست. گلک سپاس. آی بانگی حتی چای که وقت خوی انش نداره سمانی بسیار که دید کم. خب رسول بحث دلیل نویسی نوی و اوانه که تبو او نمایشنامه انتخاب کرد. جارا اول وقتی من نمایشنامه خواندید من ناخودآگاه ارتباط اگه خواست گر نمایشنامه گید نزانم دلیل چه بو ارتباط اگه هست اگه حبو گو موادار دیگه از جدیوی نمایشنامه بخونم و وقتی من نمایشنامه خواندید به هر حال گل نویس ماموسا رسول بانگین که همه بیده از گل دنبال بگیم گل دخونم، اما او نمایشنامه با من فرقای گلا کرد بود چون او هسته اولیه دامن او انگیزه اولیه دامن که از دوباره بخونم. وقتی من زیادتر خوان من گور گخا گور مخاطب که یا کسی که او نویس خواندیه برداشت حالا نویسکار هر برداشتگی هر طرز فکرگی هر تشتگی ذهنی دو شاید پیاده که بیسن نویسا خو، اما خب کارگردان ممکنه برداشت کردی بگرد، بازیگر ممکنه هزار برداشت دی بگرد. مجبور گوره که خواه برداشت لیگه وقتی من برداشت لیگه من او انگیزه پیدا که او استقلال پیدا که از دشم شولگم به عنوان کارگردان ارتشتا که ذهنیم دا او نویسا که مخواندی و ارتشتا گاتین ذهنیم از دشم پیاده گم سر صحنه دان من نمایشه که چه ذهنیم دا که چه او نمایشه گرتیه او برداشته یعنی حالا هم بیشن او تأثیرت چه بیاد؟ تشتا که دبی تایبت بید کتا اینو اول انتخاب کردیه 100% او چه بیاد؟ تشتا اولی ماموسا رسول بانگی ذکر که گوته هویت تشتایی که به نام هویت گل خواه و ناخواه اوه احساسات من جریه دارد که یک اوه بو یک جه او تشتا که من نمایش نامه دادیدی هیوی بون به هیوی بون تنیدی او تشتا میخواست نشا بدم که بشر جیان خود گلک تنیه اگر وقتی بشر تنیده مینه به هیوی ده و اما دیسو همیشه هیوی اک هیک و بشر مجبور ده که جیانه بردوام کرد بینا چه تشتی بینا بنوشتی که دجو هند دجو حتی جیان خلاص به او بنوشته بیا دلیل بیا هیوی یعنی او باجه رو که خوازه بگی جه او هیوی اوی کسی را که باعث به تنیدی تحمل کرد باعث به گلک اتفاقی کتی نسه بلایی کتی نسه ریای تحمل کرد پس هدفم او هیوی بود او باجره و نخ رولا که من دلیس او باجره هیوی بود و او کسی که اونده رایی ده چو و اونده اتفاق تحمل دگی یادک باش. آقای بانگین وقتی تا او نمایشنامه نویسی یعنی بو مخاطب یا بو او که خاص نویسی بود بخش که خاص تا جامعه نویسی مخاطب کی بود به نمایشنامه ده؟ نگ نمایشنامه دا زور شروع خدا خب به عنوان کسی که قراره به مثلا دیگه و اجرای بکن دوی مرو ملاحظه همو کسا بکن
که برفرض انسان که عادی دهید بشه لذت لی ببرد، انسان که غیر عادی دهید ممکنه به جوره که دی لذت لی ببرد، انسان که خاص معمولی از سعی کم کار خدا زورتر لطیف جامعه خوب هر اوی که دهین حداقل تشتکی لیور گیری نظرم اثر که هنری کامل به هر شکلیه و که سفره که مثلا ادعای که بو شام دعوت کن سعی کن سر سفره هر تشتکی بید درسته همه تشتی ناخون اما به هر حال هر کسی که نسبت به ذائقه خوب یک نوشابه رشت بخورد یک نوشابه زرد بخورد سعی کنه که دیو بکرن حتما رنگی و متفاوت بید. اما خب چون همیشه نگاه من نسبت به دنیا یا جهانبینی ها نسبت به دنیا پشتی شاید بوم پیچیده تر بید هشت جاربا به خود اگر درگیر میشنم به نشی و عوی بخو حل بکم نا غالب شغل خدا از دو مسائل و مفاهیم فلسفی دیگرم منطق خون نسبت به جهانی هیم جایگاه خدا نمایشنامه میده به جوره که دینه حتی جاروبار به جوره که دیه که حتی جاروبار و همون جیاده بینی باست کن که فکر کن مثلا از ممکنه انسانه که نظر مذهبی نظر دیندار یا مثلا پارک ذهنیات و افکاری دیم همون که اصلا هونی نه فقط جایگاه طبیعت جایگاه خدا جایگاه دین ذهن میداد به شکل اکیدیه به تعریف اکیدیه و خب راحت ترم و بزانم بالفرض از گر کسی که راحت جندی دیگه دا خب اول نه به اون معنیه که مثلا از بوی احترام قائل نیمه یا دخوازم او چارچوب ذهنی مثلا که جماعتی که دین نسبت به او قضیه آمدانه بشکینم و تزلزل پیدا بکرد و هست که زورتر شوله مدا از هست کم تماشاگر خاص اغنابی اولویت هم تماشاگر خاص چون شاید ما گذری آبید که زور بشیم صادق قصا بکن شاید نویسگار جوانتر هبن کسی جوانتر هبن بشین صادق قصا بکن نه بخواستم پیچیده بم نه اصلا به معنی نی نه اصلا پیچیده بون نتشته که به معنی باشبون آبی نی نه اتفاقا سادگی در اولی که مرور راحت تر بشید قصا بکن مازنترین نویسگار جهانه او نویسگارانه که صادق کن اما مسائل پیچیده ساده باست یعنی تو بو جماعت که آمیان توده نانویسه در واقع اولویت هم نینه زور شوله مدا حداقل او شولی که بومه معناگراترن بومه لحاظ اصالت وجود پر معنی درن نه از بعض شولی خودا نانویسه دشی دقیق بیل او جماعت خاص که بخش روشن فکر تحصیل کرده یا جنن میرن دقیق کیه یا مخاطبیت صرفاً دشید او کسی که آدم بیشن تئاتر بینن کیه دقیق کیه مخاطبیت بس روشن فکری ناکم و صفته که ممکنه انسان نسبت به انسان که دی اطلاق بکرد اما و نبید بحث اولی که از بومکش که زحمته سطح سلیقه خوهین بین مخار که بشیم بخش تقریباً نمی‌دونم واژه توده استفاده بکنم واژه جماعت که تقریباً کم بضاعت را لحاظ درک مفاهیم و نشانه های زیباشناسی تئاتر یا هنر کلی حالتی دو شاید بمکش که نه زحمته که این بین مخار او لبله که بخوازم اوجی درک بکن اول نک به معنای عبیدی سادیجم که مثلا کیفی میپاو جماعت نهیدها نه از واقعیت که بیجم مثلا از نزدیک به هفته 8 دانه من نمایشنامه نویسینه من یک دانه کار کودک چنینه جار و بار ایدی تحت فشار یک دو صفحه تشتک نویسیه که بدم من مثلا چوک تشتک بنویسم اما از اصلا نویسکاره که باش و کودک نیمه دنیای کودک دنیایی که عجیب‌تره و ذهنیت که فانتزی‌تر دخوازید شاید ذهن من فانتزیه چنینه ذهن من دوره که آسایش هست بید از دوره آسایش رو در بنویسیم چوک نشید آسایش شوید دنه هم 2 ساعت داشتن ایرا روننده چوک که 2 ساله بین ایرا 1 دقیقه نشه سچیه که رون نیاز به او آسایشه نکه نامدا هیا او فانتزیه نشیم ارتباط گوان برقرار بکن به هندی اما به اون معنی نه که حذف چکانو کن نه یعنی به نظرم هر انسان هک نشید حذف چکا بگید یا زاری که 1 2 ساله بگیدن ممکنه نخوش بیاد اما نوع بیماریه نه به شکلی نینه اما نشیم بو بنویسیم نشیم به لحاظ هنری گوه ارتباط برقرار بکن بوم جماعت اکی زورتر ملاکن که حداقل سال 5 کتاب خوانده من واژه روشن فکر رو خاص استفاده نکنم حداقل همه سال 10 فیلم برتر سینمای جهان دیده بید
ساده دودن گالری نقاشی یا چوبی که بشید معنی و اوتشتی که از دیجم درک بکردم اما خب حس ناکم دیستا وقتی چو بسته خالی مال آمده در کتبی خالی سالون آمده در کتبی معنی هر زور میوان هنه دبین دیگه مال نسکافه بودانی خب نه اخو قهوه بودانی نه اخو اما خب غالبا سعی میکنم چایی که مال ده هبت حداقل چایی که خوشا یا دکس ام پیش کو بشنا بخشا دیا برنامه خوب ما هندک ویدیو ده هندک کارناسا و هندک چالاکا خواستم بو ما ریکرن مالان او اوی ریکرن خوب هندک کسا جی توجیه ها خواه بو و نریکرن دست هر دو کاج نیشید پیشوی از بسیار اکل سمانه بکنم بحثا تمریناوی تمرینی در چاو بود در کنگ دست بگیه و چند کشا حتی در برسر صحنه روز اول وقتی اقدام که بو مجوز داشتنه به هر حال پروسه رد بو یعنی زمان تی که حتی نه مکاری از مجوز وگیمو تمرین خود دست بگیم حالا بنا به دلایل کرونایی و قرنطینه و هم نجه لبگ معطلی محبون اما خب به هر نحوه که ما تمرین دست بگیم تمرین ما دور بر 6-7 یا کشا حتی شول آماده بود ما فیلم برداریایی که و مسایی که بود جشنواره ریگن ما جشنواره دو شرکت که جورایی که من خون کشا چالشه چون اولین کارگردانی بود به هر حال جورایی بوم چالش بود من که بو فستیوال کرکو که ام گزینش بون قبول بون نه 8 شوله که ایران شانده بون 2 شول هات انتخاب کردنه یک شولا ما بو دورترین شهر جهان بو یک جه شولا رحیم زاده بود که کارگردان بوکانه ما فستیوال کرکو که اجرا لیدا بازخورده گلک باش هبو هم از لحاظ کارگردانی هم بازیگری هم کلیت و شوله هم دی بین سر فستیوال کرکو یا بسیار منطقه حالا وی تمرینه دا بوه یعنی چه دست انداز هبون و کی و تمرینه که شرایطی وی تمرینه چه 100% ما گلک به هر حال گلک بس که مازن جاد نه پیش حتی هم گلک جار مجبور دبون ما تمرین متوقف ده که دبیجم بحثا کرونای هبو که قرنطینه هبو ما چه جی چه نبون یا مشکل داد نه پیش حالا مشکل کشکه و جزئی هبون اما خب به هر حال جورایی که ما پشتوانه یک جه هبو به عنوان تهیه کننده آقای شیرزاد چاوشی پشتا شوله بو و که حالا که موزیده خیالا ما بابت راحت بو به هر حال هر شوله دا اذیت هنه زحمت هنه شولا کو زحمت و تلاش بشته بی قطعا شولکه باشه که و الحمدلله که من نتیجه زحمت ها خوش دستی آنها ایشت از دیاد هر ماندین نبونه که بیجمه و هم بشنه سر بخشا خو یا دویا برنامه هندک ویدیوی مهنه از فقط پیجداتر به توضیحی بدم کاگ رسول سمانه خانم برنامه ما با بردیست که احتمالا در قسمت پیجایی تو این برنامه که انتقادی و حوزا نقدیه یعنی ام نو ایندیا کسی که دعوت کردن و فقط بجنی دستی و نهیشه چند باش و چند ویدیو طبیعتا او ویدیوی هاتجی زیده نقدن حالا نقده اون داشتین قبول کن یا قبول نکن یا جوابی بدن ام بشنه اولین ویدیو ما بریز عبدالکریم سروش و فولکلورناس و پژوهشگری حوزه فرهنگ و کردیه خیلی خو اوی پخش کن همجا داشتیم ببینیم بله کنم دوان سالین داویدا ام دبینن که شانویا کردی لباجار اولمیه لناو ولات و دروی ولات دا دنگ دایه لوی داویه دا ام شاهد شانویا کی بون که دیسان به نویسا بریز بانگین لبله به درهنری و لیستکا خاتون سمانه میرزایی بون شواز و افاده گرنا اوه شانوه یک بیجی بو اگرچه دو جاران لیستکوانک وکی وجدانا لیستکوانا اصلی لدیکی حاضر بو لبل شانو بگشتی به یک بیجی دوام کر او بداوی بو مدید که براستی خاتون میرزایی دو را خو به شیانو گیرهاتی لیست و لسر نیرین آمن
جدا جوه هنده کو سمانه خانم خودی تجربه که هن زیده شانوی تایبتی شانوی یک بیجه دا دبک گیم هبه لبل کاری کو تماشاوان خو راضی لسالون درخه بله اول گوتارا ماموستا سروش بو پشتی وی امبش نسر رخنه یا نقدا دکتر بهرامیان شفیع بهرامیان و یک روزنامه وانه و هواجاری تایجی بله پیجاتای رخنه خو نویسی بون مداخواست ده که اوی بینید یک ویدیوی بو ما بخشه که کرد بشکل آخوتنه بهرامیان دکتر بهرامیان امده بوا پخش کن و سر به مسئله کرد بله کنم که ئەمن وەکو ڕۆژنامەوانێک نەقدێکی کورتم یا ڕخنەیەکی کورتم لەسەر ئەو تەئاترە نووسی چەند ساڵە هونەری تەئاتر خۆشبەختانە لە ئورمێ بەڕێوە دەچێ بە زمانی کوردی بەداخەوە مودەتێکە تەئاتر لە ئورومیە بە عنوانی تەئاتر یان هونەر بەرایە هونەر نییە بەڵکو تەبدیل بووە بە هونەر بەرای سیاست و ئەوە زۆر خەتەرناکەوە دەتوانێت زۆر ئاسیب و ئافەت بە هونەری تەئاتر و هونەرەکانی دیکەش بگەیەنێ انتظار ئەوەیە کە مخاتەب و تەماشاگەری تەئاتر بە خاتری تەئاتر بە خاتری محتەوا بە خاتری لەزەت بردن لە ئەو شتەی کە نیشان دەدرێت بێت ساڵۆم پڕ بکات نەک بە خاتری سیاست نەک بە خاتری ڕقابەت نەک بە خاتری مەسائلی قومی و ئەوانە بە سوورەتی موقت دەتوانن باعیسی جەزبی مخاتەب و بینەر بۆ ساڵۆنهای تەئاتر بنوەری ئیلەلئەبەد ناتوانن ئەو نەقدانەی من نەقدهای ڕسانەیینە و نزیکن لە ئەو شتەی کە ئەفکاری عمومیش مطالبەی دەکا هەر بۆیە پێم خۆشە دۆستانی کە لە عەرسەی تەئاتر کار دەکەن ئەو نەقدانە جدی بگرن. کاک رسول تو و کسایی که اشاره پیکر بود بنا شخصی سیاسی و کیفات مجاری سیاسی نایت و مخالف وارد بنا سیاست خوزه هنری دایی اول محیه که آقای دکتر اشاره پیکر او تشتی امیه به جای خود بین هر اجرا مدا سیاست ناخودآگاه حاطی تیکل بیه به چه آده بینه باندورا سیاست سر تئاتر کردی در به چه آده بینه آیا اول آسیبزا نبود تئاتر نه؟ بله ها بحثه که از مخالفم که هنر سیاستی اوانه دور بید نه به شکل از موافق نیمه چون اصلا امنشن جدا بکن مثلا تنش اقتصاد فرهنگ جدا بکن فرهنگ سیاست جدا بکن اوانه همو وصل به یکن حتی برتری چه نبید یعنی سیاست نهید کل فعالیت هنری ما تحت تاثیر دانید یعنی تو بیجد هنر یا تئاتر بشید خدمت سیاست داوید بحث اوه نه بیجم خدمت سیاست داوید اتفاقا از دیشم دشیست سیاست تاثیر دانید مثلا یک جمله معروف ارسطو یک با بوتیقای دیجید خب وقتی شانوکار و اوشکلانه زورت شاعر دگوتنه شاعران دگوتنه منظور شاعران هنرمندانه دگوت شاعران قانونگذاران نامرئی جامعه نه او گوتنه یا 2600 سال پیش گوتنه که مزنه یعنی چی؟ یعنی سیاستمدار منتظره بزانید هنرمند چه تشتکی جامعه دا کشف کرد چه خلایی که جامعه دا ببینید و اوید یعنی ابراز دکرد و نشان دادد و نسبت به قوانین جامعه چی دیکن نه اوید که سیاستمدار بید هیچ آگاهی نه هنگی که معضله خود جامعه روز ما چیه دلیل اولی که قانونگذاری ما نه سینمای دزانن چیه نه تئاتر دزانن چیه نه هنر رو دزانن چیه نه عمر خدا دو کتاب خوانده نه به هر حال اواخرش چندانه صعبه واندید که آخرین کتاب چی انگو خواندی از چی به اصطلاح فیلم مکینگ دیدی اصلا کلا تحتیلن واقعا تحتیلن کلا خب در نهایت خواستم قانونگذار چه قانونه که نسبت به شرایط فعلی جامعه خدا بنویسید در حال اکدا سیستم جهانی دا برعکسه یعنی نماینده که مجلس که کشوری که به هر حال هم کشورهای مطرح ناستگن اول نشید اول فیلم‌های مطرح نبینید کتاب‌های مطرح نخونید اصلا کل جریان فکری رو بتش زیر سوال دیدیم وقت چند شی و کم آینه کیه و بزنم مثلا دکترات نخوش آینه نکرد چندش نسخه بنویسید
از او شکل دیجم نه ام خدمت سیاست دانینه بلکه و واژگی استفاده دکن سیاست دبید منتظر بدانید مثلا از عنوان نویسکارک درد جامعه خود چون مطرح دکن بید او درد اصلاح بکرد او خدمت مداوه او دبید بو مشغول بکرد هنرمند که بو سیاست شغل بکرد فاسد دبید یعنی شما یک نره هنرمند بو مطرح بکن یا نو بینن یا خدمت سیاست دو یا فاسد نبید مگر هیتلر دوره خدا سعی نکرد سینماگران بینید و خدمت خو دانید و آن به اصطلاح سیاست هیتلر و فاشیسم یا به اصطلاح هر چیزی که جنگ جهانی دوم داو تفکر او نجات ستیزیه که هبو او القا بکن خو کا فیلم ساز کنه او نقاش کنه و همو بین نشون مگر کسایی که ضد او قضیه بود نه نمونن و اسطوره جهانی و فیلم ساز مطرح نبونه اما بحثک اوی که ارومیه داشتید چون او اتفاقی کردید از کتمان نکن هم نمایش رو شروع دکن یک سری جماعت بس خاطر مسائله که شاید دیست واژه سیاست بکار نبم نوعک اثبات و انکاره هم واژه که دیجین نوعک به اصطلاح قضیه اثبات و انکار تدا هی از خواستم بجم از همه سریه که دید خواستم بجم نه اینکی من ام زورترن اما باعث بید که خب جماعت تحریک بید و نوعک تظاهرات خونشاندانه در واقع به تاتر که بجد نه همجی هنه اما به خودی خود هیچ اشکالک چنینه چه اشکالکه خب بلا موقعیت یک مطرح بیتن فضای ایجاد بید بلا ایده‌ایش بین و بجن خب همجی هنه خب شاید جایی که دید چنینه که آنها خونشان بدن خب چی جایی که مثلا نه این تئاتر نه این سینمایی نه این کنسرت که خب چی فضایی که مدنی دی هایی که اتفاق بکنید اما خب اولش یک بیشم کو اما هنرمند نابید او نقطه چه مثبت چه منفی قضیه نقطه ضعف نقطه نابید سوء استفاده بکنه یعنی اللحاظ مثلا شوری به اصطلاح به شفازتی که شوری سانتیمانتال چی کردن که بخواد جماعتی که گریان بستینی بخواد جماعتی که تحریک کرد که اتفاقک بکوید بخواد بجید ها بر خود از بخاطر فلان شوری بکم اوانه نایلین یا فضای نایلید یا سیستم نایلید ورد به حمایت بکن از مخالف او قضیه حتی نهجش هایت واقعا مشغولک گیره بید یعنی به عنوان نویسکارک و در هنر تمام شوری خوم بروی است در صحنه یک مورد بینیم که از گر جریانک سیاسی یا گر تفکرکی غیر از تفکری از همراه بدن شاید ادعا شوله میست استفاده کرده به هم جریان دا خواسته من شولکی بکن اما یا از جریان دا نبومن یا موافق نبومن یا اوی کوی زور پررنگ نبیه که از بخواسته میدی مقابله به مثل بکن درست یا اکسپاس کارنامه سه ام بشنه خدمت برای رضا سلیمانی و درون ناس یعنی روزا خود او نمایشه آسیب شناسی که یه اوی به زحمت دانین تئاتر به نسبت زمینه دی هنری بیواسطه ترین تشته و شبیه ترین تشته حتی به زندگیه ام روزانه تئاتر دا زندگی دکن وقتی که تو مثلا جامعه داده بینی بعد جای تا فرض که مثلا 3 دانه کولبردش نبن رانی تا تماشاچی به قضیه یعنی تئاتر در حال جریانه ولی اف تئاتر سب وجودات اج اثر دادانیتن وقتی که از قلب تئاتر روبرو دوم احساس فاصله که گلک زیاده دکر احساس مصنوعی بودن و جریانی دکر یه چه قضیه سمبولیسمیه و خب در ادبیات کردی ادبیات نمایشی و تمام جریانی من کردی شدیداً درگیر سمبولیسمیه ام هر جایی کتین بحث دکن ام هر وقت کتین بارو موضوعی که خبر بدن سمبول خود لیده داتن داره در حالی که هر شولا ادیبه که نینه هر شولا مثلا حتی روشنفکره که جامعه نینه سمبول بو هر جامعه که بعد از مدت که تبدیل به تشته که تکراری و آشنا دوید و جامعه دانشه که پیشینی بو به قضیه هیا وقتی تیتن گل موضوع روبرو دوید ایدی لازم نی نفکر بکر کنه از چت قاضی بیجید او تئاتر هدف چیه مبسته‌های چیه و بوی همونتش رویه او قضیه تأثیر دانیتن یعنی مثلا لیاده که تئاتر وکی هنره که عام هنره که کدشیتن مثلا تأثیره که فراتل فضا که تید حیا دانیتن صرفا فضا کردید و گیرده کردن و خب در اصلا قضیه لیاده که خب بو موضوع هنری کردی صرفا سمبوله بو مثلا کارمنده که درگیر مسائل روزمره و بروکراتیکه اصلا نویت تیدا چه نویتن بو جزئیات هم ده گم قضیه دا بو مثلا صرفا ده چیتن سهنده که ایدئاله گلک آشنا او تشتنه نوبیتن
آیا زمان کلی در باز ببن آیا مثلا ادیب یا هنرمند یا روشنفکر قرار این از ذائقه جامعه خوشی تغییر بدن مثلا آخرش که دخوازم حالا دریجی و قضیه دا بیجم قضیه متن حالا نزانم خود فارسی چون بو ولی در کل زبان کردی و قضیه دا اچها فاتلی کرنه و مو احساس که از زبانه توانایی ارائه و انتقال مفاهیم فلسفی انتزاعی چنینه قطعا و هنینه ها یعنی او حسه به عنوان مخاطب مدو ایجاد بود اما بین الوی تجید سواله کردی آقای بانگی میگن کاکرسود خب لیه دا سواله که تا مطرح کردن به ویدیوی دا که آقای سلیمانی بشه که آخوت من خود را دویجید زندگی وقت تئاتر کیه نظرات باروی چه آیا واقعا دبید زندگی وقت تئاتر کی بید؟ نه هیچ لزومک چنینه اصلا هیچ لزومک چنینه که زندگی بخواهد جلوه گل هنری بید یا اصلا هیچ هنرک نیازمند به اوینی نکو بازخورده که به اصطلاح رالیستی هبیتن یعنی زندگی عادی هبیتن اما نه جدا نه زندگی هر انسانه که به خود انسان جذابه بخواد اب زندگی با انسان‌هایی که دی تعریف کرد به قالب هنری دابی یعنی چی یعنی تشتایی که دی بستنی تشتایی که به اضافه بگه پس اوی که بیژن نه بیژن ها برها جماعت آدم رو ساده کرد آقا زندگی وقت تئاتر یا تئاتر وقت زنده اما حالت تخصصی دا برای خوب نه اصلا کلا دنیایی که متفاوتن و هند ادبیات دا زندگی جذاب‌تره پیش داستان عاشقانه زندگی و ما و مثلا داستان عاشقانه بالفرض خسرو شیرینیه یا وکو مثلا درویش و عدولیه یا وکو خج و سیامندیه بو ادبیات دا هموشه عشق جذاب داره مثلا زندگی من دا جاهل هنه خوبش عاشقی جیده کنه باور نکم زندگی و عشق وان زنده جذاب بید نشید ببید اما هنرمند که به جذاب دکرد هنرمند بعضی تشتار به اضافه دکرد دیالوگای جذاب به اضافه دکرد عاشق و معشوق خنده ببینید همون خج و سیامند که خب موقع نویسیه اما خب به هر حال به شکل که تراژدی اول خب خلاص بیاد چون تمام عشق دنیای تراژدی خلاص بود که گشت با یک با شش یا شر و جنجال چیده بود به هر حال مرن و اتفاق ناخوشایند وان کرد و نهبونت عشق و عاشقی شاید اوانه یک حتی تو کلمه عاشقانه جی نگوتی بید اما ببینید متن اوانه دائما به اصطلاح واژه‌های عاشقانه استفاده کردن دیالوگ‌های جدی استفاده کردن اما یک پس نه نظرام وقتی یک نینه چون زندگی کسل کننده است کتب خاصه همون هنر به اثر صحنه همون هنر به پیش دوربینی کسل کننده زندگی ما کسل کننده است هم دین هنر شروع بکن که تشتکی به اضافه بکن و جذاب بیده اما بحث دیجی سمبول آدم مطرح کرد ولی بحث سمبول حالا از اولی هست کم شما دوی صحنه بحث سمبول و بحثی تئاتر بکن بحث سمبولیسمی و به طریقت او کلیشه نده کلیشه کردی کامهینه متاسفانه یا خوشبختانه او تئاتر که علمی ده چوین صحنه همه آدم مدیده نه تبو چه او اینا جای کردی تکرار کرد تبو نه چوی تشتایی که جدید وک گوتو مثلا بحث او که اداری یا گلک بابت ایدی گوتو چیا تا بحث روژه بیتن تا او نه اینو اجرا نکر دی سادشتن سا بحث هویته بیجم وقتی متن خواندی تشتک هبو و متن دا کو از مشتاق دکیم کو و متن بخونم و افشولی دست بیم که رسول دقیقاً او تشتا کو دیجی سمبولیک کلیشهیه خب از خوازم همه بیجم دبی مخاطب بزانی بو چه تشتا مدام تکرار دبی یعنی هم نگیش نفتشتی داویا نمایش داشتی ده بیجه به قول کاک رسول ده بیجی که ده گیهتر شار خواه ده گیجه باجر خواه ده بینه ویرانه چه داشت بوی سبب خب ار نمایشت خوازی بیجه بو چه افتشتی مدام هر نمایشه که ممکنه تکرار بی بو چه افتشتی اوه مگر جیانا ما یا روزانه دا چنین نه مگر من روزانه دغدغه هویتا خومنی نه دبیت حتما او شرا به بمباران یعنی نوشابه او شرا نداره چون گلک تشدیدی بینید روزانه هم یه شرا دکن به هویت داخل بود در موضوع که روز با و او تشدید دیدا به جستگان انتخاب نکرد
خب متن نبود نویسنده وقتی اول نیستید یا اول نظر نویسنده بود اما خب افتشتا که از مشتاق که می از وشوله بگم دبیجم هویت بود مسئله روزانه جهان اتفاقا گلک جارو مشتاق دبم که هم کم اما افتشتا اصلی وجودا ریشا بشر دا وقتی اول اصلاح نبی وقتی اول نیت دست به نظرم تشت جزئی هیچ وقت گناهی ندست پس دبی اولی هم بزنی ریشه دا چه ایراد هست چه مشکل هست که هم چه جاره افتشتا که دخوازه نم ناگیشنه آیوان این تایید دیگه یا نه تأخذ نگی هست بله از تایید دکم اولا اوی که سمبول در کلیشه از مخالف ایمه سمبول چیزا نه در کلیشه اگه خدا مظهر صداقت و مزنی و خلقت بید خب سمبول اگه اومده مگم خدا دشید کلیشه بید مگم گل روز مظهر عشق دشید کلیشه بید مگم سیب مظهر سیوسور مظهر عشق دشید کلیشه سمبول نشین کلیشه بید نه اصلا مثلا بحث کلیشه کردی دیگه دو خب فرق نکرد سمبوله اولا نوی که اوی مطرح کرد جوره که دی بیجم کاملا موافقم همه کرد پیش داده بید یک سری مسائل هم بخواه حل کن وقتی حل بو بین سر سیستم اکیدی مثلا آقای سلیمانی بو بله مطرح کرد مثلا زندگی کارمندی خب من کرد یشون زندگی کارمندی چنین نخوب به شکل من زندگی کارمندی نی ندارم وضعیتش خورده در واسه نخوازیدم تازه شهر نشون بونه هیچ تا قواعد و مناسبات این اول تناقض اگه آخر مثلا کرد حداقل 40 سال هندی از زندگی کارمندی دا درگیرن چه منینه کارمندی منظور موانی نه ها بیشتر سر اداره تو امضای در بیت ها کارمندی به شکل کلان بر خود دم او قضیه نه همه زندگی ها من نظرامه هم هشتا زورتر درگیر مسائل سنتی خونه حتی از زندگی که حتی منظور کارمندی بید مثلا او احساس کرد منظور زندگی کارمندی ماشینیزمه او زندگی شهری کلانه که هیچ تا عموی دانینن هم نهجی دبینیش هم ایره ارمیه دادشین تحتیل که دیبید هم دشنه و گنده یعنی ریشه هم اصطلاحات هم لبید تزریق دبن خب شاید هفته یک دو جارا ماست و نام بومه گنده دانه هیدم سبحانه جمعه چنی نبخون اما عیب و ایراد نینه ها بس اوه نینه بس اوه که هیچ تا ریشه هم لبیه اما خوش شاله دشین دای بابی ما غالبا گنده نینن مگن به او شکله اول ایدی نه تستوی تفاهم شهری و مثلا گندی و فلان نه از لحاظ تفکر نبیشون از لحاظ شیوه زندگی دیشون بس اول که یک بعض تشکیش تا بومه مشخص نبونه هیچ تا بومه اوکی نبونه ایجیم حذف کنم مثلا من نمایشنامه که زیره بوکه واسطه زیرکرین و او مسائل خب فرصت نبیه یا چارشون نبیه یعنی او هیته تا جهاز بنویسم نبیه که از شکم احساس دکم فعلا نیاز جامعه کرد اولا که بعضی او مسائل بومه حل بن آقا قبول بکن که حل نبونه نگ بیشم ها خطای مایه پاشی خب اما جریانه که فکری جماعت حصل دیگر کیفی بیدهید او جور مسائل زور جنجالش ایجاد نکن چی تضمینه که ام نمایشه که بروز به قول آقای سلیمانی کارمندی او رو ببن است اصلا عیب و ایراد خوبی جن و مثلا مسائله که ناجور ایجاد نکرد مثلا چندی سال پیش نه به هم فیلم گیره نزدیک 10-15 سال پیش بود ایرانی داشت فیلم که سینمایی چکرن واسه قسمت اگل جغرافیای ایرانی بود که لیوی دعوت کردن و فلان بهمان چون مثلا چندین سینما آگیر برداره آیا جامعه ما ظرفیتی اوی هیا که مثلا آقای ایکس دهید نمایشه که به دست سنه که کاملا بعد گونه‌اینم که کل معضلات و مشکلات و رخنه که نو زندگی مداهی اوی نشان بده ام تشتانه بو از بو انتخاب دکن بوش خجسیامند انتخاب دکن بوش درویش شودی یا بوش دورترین بازار جهان چون حداقل 99% هم فکر دکن سو قضیه ما توافقه اما سر مسئله که دی حزبینک چنینه ما توافق بیتن ممکنه مسائل بیت ایجاد کردن که حد امتحانش دست بدن مثلا شنده اینجا البته خب نه شاید آمادگی هبید دوگت نمه مثلا نماشه که تنز شروع بکن اما نمیشن درست داشت غلط بید نمیشن حدش تکیتیجم حجته اما من دوگت نه فعلا جامعه ما بو نماش تنز آمادنی نه ببخش نویدیجم اما من دوگت او جماعتی که دهید نمایش تنز تا صحنه ببینید اما نشنید که سالن داخل کن دیگه هم پیش را فیر بین چون بین سالن چون مقدمات سالن فیر اصوله که قواعده که کسی دیدم کافی قواعد خوب هست باور کن تئاتر هنره که اینقدر فاخره جماعت به هر لباسه که ناشنه تئاتره
و هر بیچه که ناش تئاتر ایران نه. خب ایران به هر حال تئاتر نظرت هم فیر بونه؟ آره نسبت به چندی سال 86 که من نمایش بوکلیکا میرا شروع کرد اصلا کل سیستم فرق کرد. نه بله هم به افتخار و دیجم یک از ستون اصلی تئاتر ارومیه تئاتر کردیه، یعنی نهاد ارومیه تئاتر کردی هست که اصلا چی بود تئاتر ارومیه نامیدید؟ اصلا تئاتر ارومیه به عنوان تئاتر کردی ایناست که از هیچ گونه گرایشات مثلا نژادی و زمانی فلان چنین هم و بهترین دوستا حواله ما و همو به حال ترکیه، اما تئاتر کردی ارومیه دو فوق العاده و بسیار موفق تر تئاتر ترکیه، یعنی من موفق ترم افکریه چون افکر بودم. آیه مثلا بحثاش بود که جماعت دور به مسائل سیاسی و باوجود مثلا تحریکان دیت از سالونه بورژینینه در بشه هفته جماعت دعوت دیگه به تئاتر ببینید نه از شور که نه بعد دست میدوام مموزین از شور دیگه از مطمئن مموزین برای تمام گرایشات سیاسی جماعت تحریک دیگه بین ببینید بو چون جماعت نهایت برای خودت مموزینه مموزین بخش شکل درونا مدا که هم جاروبار تبید گاوی بلایزن و کو عشق یا زور نوستالژی و کو تشتکی نه که موجودا مدا هنه بذر بونه از به عنوان هنرمند یک جاروبار اوانه نشان دادم دیجم مموزین داداهای اشتها عدول ما و ها دورترین بازار جهان ما و ها هشت اوانه مانه او شخصیتانه ببین نه کشف کرد از به عنوان هنرمند چه که کشف نکرد نه دیستا علمی دکن استخراج دکن زورش سخت نگیرن. مثلا آقای بهرامی این قضیه دیجی دبید هو بکن مگم چند سال ما تئاتر ارومیه خب هیچ باغبانک نهالک که تازه ارده دا چخاندیه به شدت تکان نادد بیلین ها ببته دار ریشه بگیرید پاشی بره نمایش های فوق العاده آوانگارد جهانش به اجرا بکن که بعضی لعم نمایشانه سبه بین به زمانه کرده اجرا بکن شاید نویز جماعت سالون ترک بکن دیسا بحث فیربونی نینه ها نزانید آقا کیفی پیانه ناهید ناخوازید آقا بحث اگدی که کاکرزا اشاره پیکر بو وک در اون ناسه که اون تاواش ناسه تئاتر دا همیشه بحثا فلسفه و سوال فلسفی تیدا یعنی در اون مایه دا هنه کاکرزا معتقده که او زمانه کردی که دینن گران دکن یعنی او اجرای کدش نسر صحنه زمانی اون گرانه بو خلکی دیگه خلق نشد ارتباط گدا بگید خلکی دیگه او هم ظلم به تئاتر تیتا کرن هم ظلم به ازمانه کردی تیتا کرن و مخاطب یا تماشاچی وقتی دچید نشد او لایه تئاتر تا یا نمایشنامه تا ببینید آخوتنات استوید تشتیب چیه؟ نه او قضیه او آخرین نمایش دا جوه بو یعنی دورترین بازار جهان جا او زبانه ثقیل بو او نقد سوی نمایشی بود در یعنی ثقیل بود چون منظور سعی کرده اتفاق نکرد اولا هم دوگانگی که دا ما نوه و درویش عبدی که ترجمه ها تا ترجمه کرده لیست ماموستای مظلوم ما ماموستا نعمتی بود ماموستا کنونک زاده بود ماموستا رضا هنارت دو هوی یا سه نفری رونشن ترجمه کرد وقتی هم کاری بنا مثلا ولاتی دی خب الهاز زبانی بوان زور خوشه چون زورت مسلطن ارومیه داشته بله وقتی نقطه حکات کردنه که مثلا هم واژه حالی نبود هم مثلا نشیان چلی برگیرن ما نیوکی دارم نزان چه بکن چون حکوی زورش ساده ترجمه بکن مطمئنم به نقد بکن که آقا اول چه بود نیوه فارسی بود چون حکوی هم بخواستن واژه مستعمل نه فضای او روی ارومیه رو استفاده بکن خب قطعا واژگانی غیر کردی هم دبید زور استفاده بکن زور دیستاژی فقط اوی بیشم خط داستانی مهمه ام نبید ما انتظار هبید تماشاگرک به تئاتر که ببینید تمام افتشتکی تئاتر داره درک بکرد قبلا عرض کرد هر کس یک نسبت به بینش و درک خود نسبت به محیط و جهانبینی خود برداشت کرد او زمانه است گران ابو خلق علمیه و اصلا ارتباط ناگیر که حتی اگر 10 پیامیان 10 چون بیشن 10 لایت دا هستن یکی درک بحث او زمانه گرانه بحث آقای سلیمانی از احساس کم بخو من او برداشته دید از زمانه به زمان فارسی دینویسیم چون زمان فارسی مسلطه دشیم بله ابتشتی که از حسد کم ارائه بدم وقت ترجمه دیتا کرنه به عنوان نویسکار دیستا زور نشیم
به اصطلاح اعمال نفوذ بگم یا زنی مثلا واقعا نشه مثلا ما مستان نعمتی خب بشه تاثیر که داره نشه یا بجید افاد نشه به احترام او تاثیر ساته آره اصلا تاثیر نمیده به حال ما مستای ما یا ما مستان سروش مثلا قضیه که گم مطرح بکن او هو خب اول زورت ببینید اوان شاید پاسخ بودن اما دیساجی ها از هنده نه شدید از اوی قبول نکن ببینید آخرین شوری دا تماشاگر خط قصه درک بکرد افتشتی که حوجه پی هی درک بکرد ادعایش هنه که این لایه های درون جدشن استخراج بکن مثلا عرض کرد هر بکو عیبش مبن شاید جالبی بکو سواله معلم که سوال با کلاس طرح بکن تقریبا سعی که 10 نمره همو بشین جواب بدن که قبول بن 5-6 نمره دانش آموزان متوسط به بالا و تو سن دانه سوال همه مثل نخبه نه که تمام کتاب خوانده نه همان درس بکن باشه بس اولی که واقعا تماشاگر نمایش چه دخواسته از فکر ناکم تماشاگر عامی من که اصلی ترین تماشاگری من و بو مرجی ریز و احترامی جهیا بخواد نمایشنامه که عاشقانه دا مسائل فلسفی درس بکن فکر ناکم بو اوی خاطر از باور ناکم وقتی کسایی که رشته تالاری بود دعوت تالاری شد میزه گرزک هلی بحثا کش دیتا کردن شاید خواستن تکم نکن ایده که جون مثلا وقتی از بشین فلان کسی دید ام بشین جایی که خلوت پیدا کن واسه فلان تشتی بکن حالا دید دعوت دو او شام شفارن بوم زور ملاک گلک سپاس ام بشنه ویدیو خویا چاره برز آکام جهانگیری اوش هفکاری مایه ام به برنامه دا اوجی وقت کسی که جواب ناسی خوندیه اندک رخنه این جواکی هبون او ویدیو آکام دانی تشتا که از دخوازم لسر تاعت یان شانو دورترین باجار جهانی ببیجم تشتا که جواکیه یعنی او تشتا که من دما از چومی و من شانو لنزیک و دید من هسته که نخوش هاته من او جبر ناوروکا نمایشنامه یان شانو نامه بو گلک بیهیویتی هیا گلک نگهشتن هیا گلک نسرکفتن هیا و داوید جان خوش دست ده یا از کارم لور آموزه به تئوریا گافمن بکم او دروناس کانادایی کد بیجه ده تئوریا خوایا نمایشی ده باسا پیش دیکی و پشت دیکیت که یان پیشا صحنه و پشت صحنه یا خارج صحنه پیشا صحنه مدید که ولی گلک کسان شانو عجبان و هاتنو لنزیک و دیدن ولی خارج صحنه یا او پشتا دیکی که بیجن او یعنی دقیقا از من اثر ویدره روستم از بیجم او خارج صحنه همان سلامت و جواکیه که دم و اکتور باسا بهیویدید کرد گازنداد کرد یعنی گلک جهان دجی گوتنین یعنی اجالی درونی و اف هستا که نخواشه پارودگه از من او گلک نباشتید فقط اول آخوتنی آکام بون خوش لیرنش دیا حالا او نیرینت سر نمایشنامه ده هیا نمایشنامه ده ناامیدی احساس پوچی احساس تنیتی او گلک ده برجاوه تو بخوشی مثلا اولی آخرین خدا بود که نویسنده آلودگی جذب کرد از احساس کن اول دو تشته متناقض بنده بود ناست او در نایایان او تشته که دو نمایشنامه داد نویسه بوچه او احساسه نمایشنامه داد به مخاطب دست داد یا کارناسه یا او کسی که دید سالون داد درونی بله
اوه که دیدیم هنرمند آلودگی جذب کرد و پاش نشان دادن از به عنوان هنرمند آلودگی ور نگیرم پاستوریزه بکم ارائه بدم. خب سیستم فاضلاب نینه که آقای پیس ورگیرید آقای تمیز بده. هنرمند دیگه در تشتی که پیس در تشتی که رشه به هر شکلی نشان بده جامعه ده بید به خود فکر بکرد. در واقع از وقت دکتره که خود دکتر لیو نخوش چی نکرد تشخیص داده دیگه مثلا اون که هر ممکنه تو چی بی. خب یک اور بحث ناامیدی. خب از بخور شاید زندگی خود انسانه که دور ناامیدش نبود البته، اما ماشاءالله دیگه با امیدواره. آره البته خب زندگی شخصی فرق داره. زندگی تنهایی عمرو یا زندگی اجتماعی فرق. بعد از انسانی که فوق العاده اجتماعی من و حوال مناست کن و همیشه امید داره او کسی فقط گرفته همیشه امید داره. زور دادم اما راستی بگم درو زور دکن چون امیدان درو نظرام اعتقادامه اصلا چیزی به نام امید مچنینه هم دوید درو بکن که بشین کسا که زنده راه کنه و کسا که سرطان هست ها امید دیده که بشه این مدت که زور در حالی که دل خود دزانی که ممکنه اتفاقی نکنه. اما خب وظیفه منه نشه واقعیت بیجم هیچ دکتر او حقش نه نخوش رونید بیجه خب را بعد دیدید مثلا سه چهار روز دیدید زیاتر وقت چنین نیست خلاص نه سعی کرد هم اتفاقا نکنه. امید بخش شکل تئوری ذهنی هر انسانه که باید که ادامه زندگی بیاد من نیاز به واقعا من نیاز به. اما واقعیت که دیگه بیجم نویسنده خوشبین غالبا ادبیاتی که بد خلق بکن یعنی یک دانه نویسنده خوشبین به معرفی بکن که ادبیاتی که ماندگار هبید غالبا اتفاق نکرد. چه شکسپیر دا بیجه چه مارکز دا بیجه چه میلان کندرا دا بیجه چه حتی آثار مثلا هدایت دا ایران دا بیجه. خب نخواستم به تایید کنم نه اما غالبا هنرمند خوشبین او دوست مزرعه هنرمند خوشبین نشیانه و نبوید که بشید ادبیاتی که ماندگار خلق بکن. اما تشت زور کیمه حتی مزن‌ترین فیلم تاریخ سینمای مجید تقریباً سراشیبیه که داهنه. در واقع من واژه‌ای که نادرامه دا ادبیات دراماتیک دا جاربار استفاده دیدن دیجن فرود اجباری یعنی ته اوج دیگرتی اما جایی که دیگه اجباراً بکوی او اجبار کردن دیگه دا هبید ام نه امیدیت دا هبید او شوری زور امید تزریق بکن غالباً سفارشینه. مثلا بالفرض سیستم تلویزیون آمده مثلا هیچ وقت نشه سریالی که تولید بکنه که به اصطلاح ایدئولوژی یا سیستم دا ناخود ده سیستم که دا مثلا فیلمک دست بیده بید 1001 دانه مشکل هنه آخرین قسمت سریالی که لازم نیست برای خوبی دهی چون همه حل ده نه دیگه او خانمی او باردار دیبیتن او دانشگاه قبول دیبیتن او دیگه تا خواسته خوب او قرار بود ایران دو بچ خوشبخت بدیم ده ایران خوشبخت بید و همه مشکلات چی دبن. خب و هنده سریال ما زور جندی دست بیده بن مزخرف خلاص دادن واقعا مزخرف خلاص چون نشی واقعیت نشان بده باشه 20 تا جهوی بشم نه از نخواستم خدای نخواستم پوچی به جامعه القا بکن از خواستم پوچی نشان بدم از انسانه که پوچگیرانی من از انسانه که پوچ نما من نمایانگر پوچی من نمایانگر وضع موجودم که ایشکی او تکراره اگر اوی گیرید نه بحثات یا خود تا بحث سیاست یا آلیه سیاسی ها کرده اوه برداشتا منه ها از احساس کنم تا بیجه از تینم وینه نشا دادم وظیفه دستگاه سیاسی یا دولتی بیت وینه آسیب شناسی کرد برداشتا من اوه بویا دستگاهی که سیاسی یا حکومتی بخو نشد تشتکی چی کرد که بخو خلق کریه بحث می افشوله دارم مثلا زورتر اوه بود از تشتکی هم دودانه یا غلطه یا حتی هم غلط بود چونه یا باجار چنینه یا که هیم غلط چونه هم دشون به جورکی دی بگهینه هم خواسته درون دیوید جورکی دی اتفاق بکویدن اما بحثه هم بشنه دوی سمانه قبل شد خب امهاتون من نمایشات دید دسته تجنه ایشید من نمایشنامه ایشی خواند مدید هندک تغییر در نمایشنامه داد داینه ها نزانم دو کارگردان یا کسک مثلا در پیرمیر اینا قالبا جنه که دا نشاده ها
بو او دلیل چه بو او تغییر نداشتیم بیجم کی دان تا بخو او تغییر ندان من متن انتخاب که خب دقیقا چون جرا بودی نقش رول پیرامیر بود، اما خب از سمانه میرزایی به عنوان کسی که اولین کارگردانی خود خواسته دست کرد قطعا اعتماده دبی بازیگر مقابل محبه و بیت اتشتو که ذهنی مدو دقیقا اوی پیاده که سر نمایشه سر اجرای اعتماده جی دبی متقابل با به هر حال مدید نه اتشتو از دقازم شاید کما بیش بشید اوی بو من دقیقی در بازیگر رو از انتخاب بگم، ولی خب دقیقاً اتشتو که من حس که بو متخواست حقا به نمایش دارم مینا با اجازه نویسنده من آقای بانگی مگود اگر چه مورد چه نبید اول نقش تغییرات اگه پیدا که به رولا پیراژنه من اف تغییرات ندانه اندک جیگو بو مثلا بو بازی بو لیستگوانی من احساس که زیده بو مده بو نقشا مونودرامه بو لیزا مونودرامه که احتمال هیا بود تماشاگر کسل کننده به اما من سعی که لبک جایگزین کنیان لبک با اجازه تغییرات یعنی اول جوره که دی هاتی نویسین ده طبیعتا اول جاره دی نه هاتی نویسنده من تغییرات داره. خب اگر با دقت که با کسی که نمایشنامه دیدن کسی که اجرا دیدن او جلوبرگی او روله او پیراژنه پایین تنه مردانه بو بالا تنه زنانه بو نزانم بعد دقت دوی اوی که و اینکه او قالبای درسته پیرامیر بو اما با تغییرات جزئی مینا که نقش رولا پیراژنه اندک دیالوگی که مختص بزانه او تدریج پیراژن او حسه بو یعنی او کسی که میگوان آخاطه بو کسی الغا نبو که او پیراژن او همیا به عنوان که چه جاهل دیدن که چه جاهل اصلا او حسا پیراژن القا نبیه پاشنگی تنی اوانی نخود تا هنده یک جیدی داشت تغییر دارینه دا ادشم بیجم مثلا بحثا برنوشته برنوشت وقتی پیرامیر اگه برنوشته دجید آیوانگین گه حالات که چک یا پیراژنک از بیجم او سؤال او لایه کلن تینه گهوراندن از نظانم اوه ام احساس کن اقتباسک نمایشنامه آقای بانگین یا اصلی بود و نویسنده و تدریجم خود تغییر داد اما نویسنده و دیست همان آقای بانگین نویسیه لیه دا سوال دیده پیش نویسنده و اقتباسه کی بیاد خود آقای با اجازه آقای بانگین و با مشورت که مشاور کارگردان بودی من تصمیم گرفت اتشته و آقای بانگین زحمتایی کشان و اتشته که ذهنا مداوم او درخواست که آقای بانگین آیا امکانای ها او تغییرات نبینه کرنه چون او درکا که من نمایشنامه کرد بود مدخواست دقیقا اتشته که ذهنا مدا از پیاده که مثلا نمایشه و حالا آقای بانگین به عنوان مشاور که حضور ها و زحمت کشان و به عنوان نویسکار اول آقای بانگین تغییرات داد و اتشتا که مد نظرامه بود و دید چه مشکل چه نه تغییرات بومدان یا نمایشنامه آقای بانگین دا مثلا ام بحثه واکمنی بکن نویسید صدای واکمن را قطع کرد یا روشن کرد در حالی که من نمایشات دادا واکمن پشته که اصلا هیچ نقشک مال واکمنی ندید تو وقتی واکمنی ریده هیچ دنگ اگری نوید واکمن که ساکته یعنی او احساسات میان او دیالوگا که تو گه واکمنی تو بیجه گه واکمنه که صامته یعنی بیدنگه نقشه واکمنی دیگه چه بود؟ آقای گلبان اتشتا که او برداشتا که من متنگی مگو شاید برداشتا که به هر حال او توضیحات و او اتشتا که ذهنی نویسنده داغی یا برداشتا ما کاملا فرق کرد او برداشتا که من و نمایشنامه کرد او بگو او پیراژنه او جنه او پیرامیره کاملا توهمات خدا همه داشتی تجربه کرد او اتفاقا جزئی از توهمات وینه بو چه او دنگی واکمن قد که خب متسکه اره به دنگ متسکه به دنگ متسکه بدون واکمن متسکه اما مدید به دنگای زیده پشت از خازم نیزوکته بو به توهمات نیزوکه به خیالات نیزوکه درازید اما خیال دافه که دیگر ریده چید
ریده چی و فکر دکر رازای انا جزی از توهماتی بود مواکمن بدون دنگ استفاده که کو از اوه بگین من مخاطبه او واکمنه وجود خارجی چنینه اوه جزی از توهماتی پیرژنه و فکر دکر دنگ پخش داری حالا اما بحثا واکمنه بو بخشی مثلا بحثا حالا بجن گروه ها موسیقی بود من نقشه که خاص گروه ها موسیقی ندید مثلا ما احساس کرد او گروه ها موسیقی تشته که تزئینیه که فقط دوی دنگی دید و بجن وی نمایشش گروه ها که موسیقی ها بگه که نمایش جرادی ما احساس نکرد که او گروه ها خدمت ها نمایشه دید خب از این قضیه بیش موقع جورا که مگودی ما سعی که موسیقی به واکمنه به ضبط صوت تست کن به تشتایدی مثلا گروه موسیقی کردی یا هر شکلی ما امتحان کیش جان داده بی قطعا ماموسا رضا هناره وقتی ها در گروه یعنی ها در ناکومه و موسیقی پیشنهاد دا و متن موسیقی نویسی و معاونت حین تمرین وقتی چاو لیده که یا متحسه که 100% سر لیست کامن تاثیر هبو سر فضای تاثیر هبو او هست زیده تر بو قطعا نزدی تشتی قبول نکم آقای گلبان از ویژه موسیقی شاید لیول اکش دا شول بیش جرده ما بحثا مخاطب آکراسو بسیار که تئاتر دا ام کشکی هوش گن جامع هدفات بوی نمایش کی هدفم بوی نمایش کی خب قطعا هدفم اصلی او ملت کرد بود 100% چه بیشم به هر حال بحث هویت کرد کردنه اول از بخود چون کردم او حس داخل مخواست به ملت کرد بیشم ام بزانن اشتباه مکی داره ام دو چه دگرن اگم دو باجر دگرن اگم دو هدف اکی دگرن اگم قراره بگیشنه به هدفه ام بزانن چه باعث بگو ام چجورا ناگرنه ام یان دگرنه اتشتا که من انتظار هبو ام نه ام ریشا به اراده پیدا کن ریشا به مشکلی پیدا کن نگشتن آمد سبب چیه دلیلای چیه آیا باید تو حالا وکو کسک کن در حینر تئاتری اویج از بسیاری تبکم جامعه هدف تئاتر کردی اورمی را دبید کی بید به جایی که سوال جواب بدم بسیار تغییر بود که گرامر نویسی بود گرژن گربون اما خب به حال نویسکار بود و خب لاله در هنری بود اصلا تفاوتی که زور جزئی کرده بود یعنی من بخوش حتی اوایل احساس نده که واقعا هنده راحت مرو بشید مثلا میره بکتجن بود چون اینا انسان که تو باجا به خود گرید اصلا بحث جنسیت چنینه اما مسئله که زور مهمه بخشا یعنی تو فکر که او درون مایا نمایش نما کتت نویسی بود او به اجرای دا القاب تماشاگر رو بله یعنی به نظر خود من نه حتی حد که مثلا بیشتر تغییرات شوله مدا تقریبا اضافه کردن زور کیم هست هم من حس بیره بود یه سری مثلا دیالوگ که مثلا میربون به هر جنبه جنسیتی هبون اما حس بیره بود مثلا میشه زور کیم شاید بشم همه یاد 10 تا دیالوگ نه و یک صحنه بود که پشکی اجرا به زحمت بود صحنه 7 بود چند بود صحنه که حس بیره بود جز پرتکرارترین یعنی دیالوگی صحنه قبل بود بله. و من دیسکو حسبی چه مشکل نمیده و جریان ممیزی جامعه مدا بر شکلی که هم زور شده به حذف کرد از وقتی دنویستم به عنوان نویسکار از تقریبا خود سانسور نکردم حتی شتکی که هی دنویستم اما وقتی است به هاتی اثر صحنه خب به هر یه سری اصول و قواعد حالت مجبور رعایت بکنه اصلاحیت دیدن اوی نبیجید اب صحنه دیدا نبید ابا بو بهید و مسائل که دیگه طبیعیه یعنی از متن حتی متنی که بو خوش شول دکم از خود متن خو سانسور دکم سانسور یعنی آداپته هرچه صرفا دیدگاهی که حکومتی نه ها حکومتی سم ممیزی دانید ماشاءالله جماعت ما به خود دیدید او دیالوگ بو و بود او بو فلان کرد او گر مثلا از گر فلان کس هاتبم گر کره خو هاتبم او بو باش نه بو فلان مجبور به هر حال کشکی خود سانسور بکنه که به هر حال کمترین احتراز داره اما بحث دوم چی بود ببخشید بحث مخاطب تئاتر کردی اورمیه داد کی بود
در بحثی که در مخاطبه من نمایشنامه ده مخاطبه خاصن بله حالا ام بین سه تئاتر کردی ل علمی ده تایبت علمی ده راوستن بله و شارده و باجاره ده بین مخاطب کی بی دو تئاتر دیسا اوی تاکید دیگه اول کو از نابجم صرفا به مخاطب خاص تئاتر چی دیگه نه از حس کم زودتر گمان راحت ترم اما حس کم مخاطب غیر خاص نمیجی جماعت عادیشی شولمه لذت ببر حتی نه هجی او شولی که حتی نه همه برن از صحنه کردی او استقبالا میدیدیه چه بوکه باران دا بگیرم مثلا خود بوکه باران قصه که زور ساده و عامیانه هیا اما دیسا جلیوی جی افرادی که خاص هبون که تشتایی که دی که مد نظر آمه بود لی برگشته بود در واقع نظر آمه مؤلف اول که نویسگاره مؤلف دوم در هنره که هم دیجن با تغییرات هات بکنه در هنر موظف نیست تمام ابتشتی که نویسنده نویسید مو به مو پیاده بکرد و ذهنیت ها شده بید در واقع از جامعه و طبیعت الهام که دگرم تشتی که نویسم اول متن بده خینید متن تشتی که دی وردگرید بعد شروع دیگه بازیگر دید اما متن دخینید اما متن که دخینید تشتی که دی وردگرید که قبول دیگه و جالبه ولی که آخری داجه مخاطب و تماشاوان دهند شروع ببینید و تشتی که دی وردگرن خب مثلا کسی که سیاسیه دهید و جاشورا سیاسی بود اول بودم کسی که مثلا اجتماعیه به جورکی دی کسی که دهن عاشق بود یا به اصطلاح او رو اتفاقی که ناگوار بود کتیه دید و او شولی ارتباطی که فوق العاده خاص برقرار دیگه خودش شده که زور جندی بود اصلا فهم نکردی فقط خود تدادی دیگه در واقع مؤلف آخر تماشاوانم که اول موقعیت اجتماعی چیزی کرد به قولا ژان پل سارتر دیجی اول باعث بود که جریانه که فراگیر اجتماعی چی بید که اول دا نویسنده تشتک بودیه آخر تماشاگر تشتک دیجید که اصلا اولا کاملا کنتاک در تضاد اشکاله که چنینه اصلا نظرام اثر هنری فاخر و باش اثره که خوب بشه به هر شکل گوی تعمیم بده اصلا زور تشتنش توضیح بدن بوم عجیبه که اثر که هنری خلق بید هم بشین او اثر هنری کاملا توضیح بدن خب نقطه اثر هنری هی جارو برد دبینی نشه وارد با خود دیالوگ اگه گفتن دهن نشه فکر بکنه چون جارو بوم رای دکن او دیالوگ منظورات چی بود و کو شعریه بیرو ودی دبیرستان مثلا شعر حافظ معلم بوم معنی دکن چند مزخرف بود شعر حافظ بوم معنی دکن مبن و دنیسی پاشید مدیدید بابا شعر چلی ها شعر نابید معنی بهتر کردنه هنر نابید معنی بهتر کردنه هنر دی در لحظه دو تشتکی درد بکی و بازخورد کنه او جندیه مخاطب ما تئاتر کردی مثلا که دیجن چه جور مخاطبه که جدی بخوید نظرا من هم هشولکی که دیگن واقعا دوید به گستری ذهنی شارخو فکر بکن تمام او کسی که او شارد و او باجاره دادجین کرد میشن مخاطب مبن فقط از اوی دیجن ام هنرمند سلیقه حضور بنی نبن که هر مخاطبه که راضی کن بلا مخاطب کش که فشار بین خوب بلا پیش روی که شوری مثلا بخواست ببینه چه اشکاله متن سایت دانلود کرد بخینید به او ذهنیتی بید آیا زورت لذت اینا بعد بحثم اوه خدای نخواسته تناقض چی نبید بیشم اوان از کتمان کم و فلان بکم و بهمان بکم نه از روی که همه دانش آموزه من نمره برگیره نتازه نیمه بدترین و ضعیفترین سؤال مطرح کرد چون همه حدود جامعه تقلیلی پیدا بکرد اوی که هم هنرمنده که فهم نکن باور کن همیشه مقصر هنرمند نینه جامعه جدید بید تکانکی بخود بید تقیقی بخود و دی سادجم جامعه ارومیه مدو از معتقدم او اتفاقه خورسنده کردیه او اتفاقه هیا جامعه ما پذیرای تئاتریه پذیرای مفاهیمیه یا مثلا دوست مدیجید هم سمبولا زور استفاده نکن هم سمبولانه سواد دخواست دادن بفکر دکن سمبول چطور که هر کسک درک بکرد اصلا هونی نه مکتب سمبولیست بخوب قاعده که دی هیا سورئالیست قاعده که هیا نقاشی او مکتبانه مثلا فوتوریست قاعده که هیا هم قواعدی هم فیره بن هم کوچه دا فوتبال دکن آیا خب فرق دکن فقط دکن که لذت ببنم آیا به قواعد شروع دکن اصلا زمین ها ما استاندارده توپی ما استاندارده دروازه ما استاندارده نه اما لذت لیده یاد اکسپاس به بخش برنامه خدا مدرسه چالاکان 3 نفر ده چالاکان علمیه لبانج ویدیو خواسته بود همزمان مدل پیجا خود کانال خود رو منتشر کرده بود اندک کساجی و متنی بود من اندک سوال و بسیار و نظر رای کردن ما اوه اینا تجمیع کردن انتقالی ببان سوالی با هم دوباره پرسن ام بشنه او 3 کسان برز دکتر اقبال
محمد پور، خانم نسرین پاشا و خانم مرجان سلامت اوستی کسیم که چالاکن جواکی دا ام ویدیوی وان ببینن. پیش همه تشت از دخوازم بیشم که او از وکی جنک گلک کیف خوش سر بلندم که دبینم که چه جنین کردان لمیدان کار هنری و فرهنگی دا مل به مل میرا شور دکن و ددن نشاندان که جواک لجن و میرا پیکاتیه. لسر شانوی از نوکی کارناسک نوکی شارازایک بلکه وکی بینرک و کسی که عادی دخوازم نظر خوب بیشم. شانوی که تنی به کسی که دینه لیستن شانوی پر زحمتن. البته از شانوی شیابی بینه را گخو هبری کرد. دشتی دیجی که متخواست هبید او بی که اف شانوی به ازمان ارومیه حتی با گوتن. از باورم برز بانگین زیدتر سر هنک خالان دراوسته دخوازه هنک سینورین زیدتر ایروتیک در باس بگه وک نویسا یک خرس یک گوریل ده ما اودید ده داوی ده مخابن خالا هری گرینگ اوکو از باورم ما کردایتی تنزل دایه به کردناموسیه یعنی ام زیدتر داخازا بشتیری جخلک خواهد کن لبروی هندگو ام خباتن کردی دکن نه لبروی هندگو ام زانیاری یا خلکی خواهد زیدتر بکن روژا داویا شانوی خلکی ما زیدتر لبروی هنده بشتیری شانوی گرگو ام مخابن هفتیا چاند و هنری داد شار اورمیه ده به پشکو به بارمان تئاتر دورترین باجار جهان به دیدن من جعالی نوروک و محتوای دا گلک باش بود. آنی گلک دیالوگی جندی و بهست داخل بود. به هنده از دستخوشی یا نویسکار ویدگم. او مفهوم و او داشته که تئاتر دخواست بیجی از باورم که دیگه هشتا بینه رو. بازیگرها و گلک باش بود و دیار بگاه خودان استعداده. فقط ازمانه و گیمک گرام بود و هنده جیا مرو باشته ندگه هشت داشته دیجی که از ایه هست کم اشاره ببگم اوه او تئاتری که حتی نها ارومیه دا خاطنه چه گرن گلک آن تنز بونه آن تراژدی از فکر دکم لازمه او کسی که شور تئاتر دکن سا کچوکا سا نوجوان و جیشول بگن اگه ام بخوازن شول فرهنگی پیش روش دا تأثیره که زیدتر حبید ام دبید بگارن فیلم، تئاتر آن تشتری به ازمان وان چیگن وان و ویدیوی دا که سه کسته دا بشدار بون سه پرس حتما کرن سه پرسین سرکی که ام یک به یک دسته را هستن یک بحث اروتیکی بود کاغ رسول دبیجن هم تیدا دیدن که نمایشنامه تا زیده اروتیک تیدا هیا توینه ایراد دبینه یعنی وک نویسکارک وک شانوکارک توینه ایراد دبینه که او بحثه شانوی دا بیتا کرن نه بس شانو واسه چه بکرد؟ واسه مسائل سیاسی نکرد واسه مسائل ممنوعه نکرد واسه مسائل اروتیک نکرد واسه عشق و عاشقی نکرد نه تنها ایراد دینم فقط بس اوله از اروتیک نانویستم کاراکتر اروتیک طلبه خب کاراکتره یعنی درسته است نخواستم خود تبرئه بکنم به عنوان نویسنده باید بنویسم اما خب هم کاراکتری که از خلق بکنم هم کاراکتر دبیر نسبت به جغرافیا او اقلیم که تیدا های سطح سواد آگاهی زانست دانش و با خود چه که طبیعیه قصه آخوتنا معلمه که گه آخوتنا مثلا کسی که سوپرمارکت دا شروع کرد قطعا فرقه دانشجوی گه کسی که بالفرض مدرسه ندیده فرقه اما تشتانه خب بروزن دانه حد مرزی بو مجرد چیه؟ حد مرزی او شورانه حتی چیه که دلیم رو نداد مثلا قهوه تاله از به حضور کیفی متشته تال ناهید
غالبا شیرین دکم اجگرتم خب غالبا شیرین دکم اما خب او شیرینیه نه او حدی که دلت ببین بعضی تش زور شیرینه بس سعی دکم مرزق حفظ کم باشه تماشاگردی ایرا بعد زور شوری میشه تراژیک بونه تا نه سعی دکم به اصطلاح نه بین او به اصطلاح بحث تراژیک و او غم دو مثلا که بیشم که کشتی آمیانت دارد در واقع زنگ تفریح اگه بومه جور باشه واقعا لازمه لازم از کاراکترها خب بیشم آقا به چه زمینی جی هست صرفا موجودیتی که آسمانی نینه همچنین موجودیت زمینی هست نیاز زمینی خو هنه و تشتکی خراب نینه سوالات دوی یعنی تشتکو وی پاکی در مطرح کو او پرسات ایتا پیش بوچ تئاتر کردی وقتی دشته سر صحنه وقتی دشته اجرایی همیشه اتفاق لازمه کوبیت دیدن مثلا مدید جایی که بنر هات ندراندن او با اسکو سالون تجربیت یان لی وی تئاتر دا مصادف بو گل هفته فرهنگی و هندک استوری و هندک بحث هات نکردن و تأثیر یک دانا سه هات مخاطبه یان تئاتر پاگراسو اکثرا بحث اساطیری دیدن و او اساطیری که خو اشاره پیکر مثلا مموزین مطمئنه که سالونه و تجربیت بوچه همیشه اتفاق لازمه و سالونه ما تجربن و تئاتر ما بیدیدن خب به نظرم از عنوان کارگردان و بازیگر به شوله هیچ گونه دخالت اکن لیدا چه نبود احساس عمومی خلق جریه دار بگم که بکش مسالونه من یقین هیا که شول قابل قبول بود شولک باش بود هم مخاطب مشتاق بود ببینید هم زیده کسی که بود زیده بازخورده مثبت هبون و اول رسانه‌ای دکن یا اول استوری دکن گو به صورت مجازی کسی مشتاق بودی سامبین شوله ببینن حالا یه هندک مسائلی دیکتن اما خب اصلا کم راسته اون نره دو بشمه پیش من زحمت ها خود کشام شولا خاماده که و مثلا که به نحو احسن اجرا کل لازمه به مثلا صحنه کل لایق بید اوه دسته مهم ادی تشتی که حالا بحث سیاسی به بحث جریه دار کردن احساس جماعت بید من هیچ کنه دخالت کرده داشت نبود ولی در کل از بجم شول باش بود که جماعت استقبالک باش لیکه دستیان جنش فاگراس من نظرات به باریده چیه؟ ایجا پاشی از سؤال کردید در راستای هرویست آدید در پرسن اما که هر کاری دا اتفاق باعث که جماعت بهید به خودی خود هم باشه هم خرابه خرابونه و اولی که حکو او اتفاق نکه به تشتکی دیده قوانید دوم اولی که خب انگیزه مهمه دو هر شولکی دو انگیزه مهمه خب هم داشتن جایی که غالبا انگیزه به من مهمه که مثلا چه قراره چه تشتک به من بقوانید مخالف او جریان نیم اما خب که سمانه گود هم به عنوان هنرمند دخالت اتدا نکن بعضیش کنترل آمدانی نه افراد کنه که به جوره کلی فعالن و فکر کن فعالیتیوان به شکل درسته و حتی به اصطلاح حسن نیت نه خواستن حمایت مبکن و ممکنه حاشیه‌ای که چی کن که او حاشیانه مثلا سالن تجیبی از دیست آجیه بیشم حکودی سرج مرز خدا در باز نبید هیچ اشکالک چنینه بو چه؟ چون جماعت من تئاتر ناس ناکرد از نهنا بیشما مثلا جما از جیه که من که کس تئاتر ناس ناکرد یا سر همان او سوالام یا دوی سر به آخوتونه آیا باجره مدا علمیه دا تئاتر یا شانو با تئاتر جامعه دهاتی ناسی؟ یعنی چند بود جامعه؟ یعنی جامعه باعث بیاد تئاتر بیدن ناسین یا؟ یعنی تئاتر وک هنر اکاتی ناسین؟ خب میخواستم بس به او شکلی تکمیل کنم فکر بکنم باجاره که دادجین که اصلا جامعه تئاتر ناس ناکرد خب هم دوید اتفاقی که شکل بدن که جماعت بده تئاتر ببینید وقتی دید جارک دو جارم بکش نفس سالونه که احساسه که خوش به القا بکن یا ببینید لذت لی ببد و پشت شوله دیده دی لازم نیم هم دعوت کن دعوت نامه بره کن بو خوده هید او شوله آخر دا یا سمانه شاید حداقل دعوت نامه دانه به اصطلاح جماعتی که به شوله ببینید در حال اگه شوله اولیه من مثلا 14-15 سال پیش شاید واقعا 90% دعوتنامه بود. به هر حال وقتی دی دعوتنامه بود بوشید
چون دیگه حتی بیشه یک طرفی که تئاتر بود توضیح بده که تئاتر چیه که تصمیم بگید بهید یا نهید. پس اول مهم نینه به هر حال به اصطلاح رویدان و جریانه نظرام حسنه گپ بومه چون من نیاز به هیا بعضی وقتا شغل غلط ماهیت دا درسته یعنی هم شغل غلط بگن که به نتیجه که درست بگن اما اجتناب ناپذیره اما هر کی تئاتر آیا فقط به عنوان تئاتر به عنوان هنر تو جامعه القا پیدا کردن یا اوش یک بحث دو بحثه یک خود بحث هنریه هنرمندیه که واقعا تئاتر چان ببینید او بحث هنر برای هنر یا هنر در خدمت اجتماع خب نظریات متفاوت در قضیه دارن یکیش بحث خود جماعته که چان اوی قبول دیگردن خود چان قبول دیگردن یعنی چان نسبت به قضیه ریاکشن نشان دادن بو خو از احساس کم ارومیه دا تئاتر نبو اوی که صرفا تئاتر بید به عنوان ابزاره که فرهنگی خدمت جماعت داد چون تئاتر بخو هدف نینه از بخو هدفمون چه جور تئاتر نبود یا مثلا نماده که هویتی بید دشید خود تئاتر نشید محتویات تئاتر دشید که حبیب بو کرد ارومیه خود تئاتر نه به عنوان کلیت نه جزئیات دا خب چون ممکنه تسبیح تئاتر که شروع بکنه دور لاوتشتی کم نه واسطه بکنه کاملا دوره علاوه قضیه از فقط اوی دیجم کو تئاتر ارومیه دا زورت لاوی که ام فکر بکن خدمت جامعه خدا بوده چون دست سر نقاطه که داناوه که همواره ام نقاطه که دور دست نیافتنی و عجیب و غریب نبو کرده ایره بوده مثلا وقتی من درویش عودی کار کرد البته خب اوجه زور کشا که هم بشه مجوزهای لازم کرد دست بین مثلا بزرگ جماعت عجیب بود و جالب بود که چیا مجوز درویش عودی برگیریم و درویش عودی ببن از صحنه خب چون فکر دیگه نوات که ممنوعه در حالی که دا هیچ که ممنوعه نظرام دنیای دا چنینه بس اولی که چون ام بگه نوات ممنوعه اگه مسیر درست بید مسائل ممنوعه هم بشه مطرح بکن هم نه ایره هم شاید بعضی مسائل باست کن جوری که بین باست به اصطلاح زاویه که دیده برای خوب درمانه فوق العاده خط قرمز بدن ما راحت و ریلکس دوشون باست درمانه بکن هیچ چالش و جنجالکش نیده چی بود بله از دیسا اوی تکرار بکنم من تئاتر ارومیه دا خدمت جماعت خدا بوده چون تئاتر فقط به اصطلاح خواسته با خود نشان بده دچار خودخواهی بود خود برتربینی بود و سالن به اتفاق وقت تجی نده بود او کسی که درویش عودی دیتیه دهید برای خوبیت دورترین بازار جهان او کسی که احاطه او کار دیتی است به مموزینی ببن دید ببینید در واقع نقطه اتصال هم دخواستن پیدا بکن شوری ما او حیطه دار مشکله اما هنری که ارائه کن دی ساجش دا جامعه ما دا زور جماعت ندیدیه جامعه او رو که ارومیه دا هم که داخل زور جماعت هنه که نزانید بیشتر سینمایی یعنی تنها پارج بده دا بیشتر هر سینمایی نزانید چاند بی بیشتر سینمایی محل سینمایی ناست کرد او مسیره ناست نکن پس شده ما زحمته یک تئاتر آشنا بکن که بو جماعت خوب بجن هنره که فاخره و از مخالف تنزه بوم و از کشکی آرمانگراتر بوم میگه جماعت که نزان تئاتر چیه اول داده به تئاتر خود تنز به سر صحنه ممکنه فکر بکنه خب تئاتر یعنی لودگی و حذر چون تنز جناس نکرد یا قواعد تنزش شاید آشنا نبید شاید از مثلا قواعد بناسم تئاتر که باش بناسته به یکی دیگه تقلید بکرد به نمایش که بعد از سر صحنه همه چیز من خلاص کنه نه هم کرد ارومیه تئاتر به عنوان هنر که فاخر درک کنه این زاویه قبول دکن نه به عنوان هنر که فوق العاده آرمانگرا و بایدهای اقتصادی کرد خب اول یعنی هنر که عظیم اما یعنی هویت که جدی دیده تئاتر اما حاتبان به جوری که دیوار در قضیه با شاید زور کشو با هم بشین ترمیم بکن قضیه و دیستا بگه اینا سر نقطه باشه جریان تئاتر سمانه تشتک کو همه ویدیوی ما دا او ویدیوی بو من حتی هر یکی با که حداقل 4 دقیقه بود حتی 12 دقیقه ما ویدیو هبو اما بچه اشتراک یک همی دا هبو که سه ازمان نقدیان ایراد بگیرتن و حتی او پیامی متنی بو من حتی اکثریت او تشته هبو بوچه تو اگر تئاتر مگر مخاطبیت خلقی اورمیانی نه کرده اورمیانی نه بوچه تو به ازمانه کرده اورمی تئاتر نبره سر اجرا نکرد ببخشن حالا ازمانه کردی و اورمی که ام دیجن دشه بدلا او کلمه فارسی کلمه کردی دیساج یه اورمی بین استفاده کردن
و بوچه تکرکی داد نبوی نماینده ازمانه کردی علمیه که او کسی اجراعات ببینید بیجید آها اول علمیه هاتیه اول نقده که جدی است او تئاتر کاتیک شروع کردن و نقده بود که تقریبا داشتیم بیجم 95% نقده دا حب او تشته دبو او شده نکرد و آیا تو آینده دا امکان هیا بیسته خود به ازمانه خود کردی علمیه شده که اجرا کرد یکم داشت از خواستم برای بیجم گفت هنر به نظرم خصوصا تئاتر زمان ناساکه یعنی هنر یک اثر که هنری قابل تابلو و مخاطب که درونه اما به صورت خطی وقتی دنبال بگه حتی اگر زمان جی نزانه تشتکیلی وگی حالا به برداشته خواه خب از گل فستیوال ها گم آموستا شومه به عنوان بازیگر لیستگوان بجاری از به عنوان کارگردان بازیگرشون خب گلک شوله هبون که مزمانه ها نزانیم اما او حس، او تشتاکو، او تصویراکو چیده که باعث بو از تشتاکی وگه شولامو کو کرکو که چو سر صحنه درست به زمان کرمانجی بود اما خب زیده مخاطب سورامون عرب اما بازخورد و سابق زیده عرب و زیده سوران و دهات رخ نگیری سرده که دهات نقد سرده که و اکثر نقد مثبت و بازخورد اگه باش بود پس هم اوید بیجن اگر کسک واقعا تئاتر بین بی اگر کسک واقعا بینر بی هیچ وقتا که زمان اولویت دا نابی ملاک نابی بوی که از تشتک اول تشتکی بیجی از تشتکی لی درکم نه خب امدشین اول گفتاری به صورت رادیو به صورت ضبط به صورت هر تشتکی گفتاری بیجن و مخاطب شنونده اول درکت اما خب تئاتر ام شانوگر ام دینم به صورت تصویر به صورت خطی به صورت صحنه به صحنه با تلفیقی از نور و موسیقی و افتشتنه حالا زمان جی گدا ام دینم اوه دادنه به نمایش که مخاطب اگر حتی زمان جی متوجه نبید نه فقط خلق علمیه اول بو کلی اول بخوازم گسترده بیجن او نمایشه باسا چد که باسا هویت و باسا باجرد که خب اصلا نخوازم بیجم علمیه اول دقدقام نه اول دقدقام خلق علمیه خوازم بیجم خلق کرکو که اول دقدقام نه خوازم بیجم خلق محاباده خوازم بیجم خلق فارس زبان خلق ترک زبان اکثر زیده چند روز و وسط هفته مخاطبه ترک زبان بود اما خب درک بود تصویر لیوگیده بود چون امنه تئاتر بینن امنه دیده نه اگر زمان جی متوجه نبون حالی نبون او تصویرانه لی برداشت رو که خاص نگرنه پس از ویتشتی قبول نکم چون که چه زمان علمیه به چه زمان کرمانجی به حالا به نظرم زمان کرمانجی چون لولکی از لحاظ لاتینی از لحاظ گویشی به نظرم لبک اباحت و سریعتر و آمیانه نه به نظرم اوه بو کشول تئاتر جذابتره نظرم اوه از تشتاک اضافه کم که درست اوه کرمانجی بود اما مترجم جورا کمه دیتی خوشبختانه گلگ نیزوک به مخاطب گلگ نیزوک به همو مخاطبا یعنی چه علمیه و چه سوران و ترجمه که بود حالت تک نمایشی ترجمه که بود و باعث بود هم از درک که صحیح به نمایشنامه وگیم و بیان کن هم مخاطب یعنی اگر نظرسنجی که با تو با سوران یا ترک زبان یا کرد علمیه به نظرم نظرسنجی که عمومی قطعا گلک سوران و قضیه درک محابات سردشت بوکان و مخاطب بود
خب آقای بانگین سمانت بید او کسی که او نقدانه هنه تئاتر نینه و من گفت 95% او کسی که با من نقد که او تشتای گوتنه بس او نه عبارته که تئاتر بین نینن حتی دقیقا شکریه دا بله دقیقا دقیقا و اجرای اول یا جنابی تدا مطبق المانجی اجرا کرد حتی ایروجی او دقیقا یا او انتقاده هیا و ام دبینم با این وجود سالون حتی جدبن و کتا گوته هنده دیتا خون نشاندان هنده کس حالا نزانم چه عبارته که بوده مشهوری اما از احساس کم اگه او روش هر بشته پیش کیفیت قربانی کمیت دبید یعنی کمیت ها مکیم دبید و کیفیت ببخشن کیفیت ها مجبور دادید و کمیت جیده داشتید اما حس بیجن تئاتر سالون بیت تجربید سالون بیت تجربید و او رفته ترگوته تئاتر برای تئاتر اصلا معنی پیدا نکردن حتی کنگی دبید تو بید یعنی او حتی کنگی من احتیاج به وان نحوید 5% هیا که ام بیجن تئاتر بینن یا تئاتر بینن ام نخواستن ارزش گذاری کن اما حتی کنگی نسبت به وان انتقادات بید بی توجهی بی تکرن پس بکنم خدمتی و بعضی قصه سمانه کاملا موافقه اما خب اویجی که گود که به اصطلاح زبان زور اهمیت نینه یا بعضی تشتاجی تقریبا مخالفم چون دیالوگ عنصر اصلی تئاتریه سینما زورتر تصویره تئاتر دیالوگه رمان توصیفه دیالوگ مهمه یک چیزی که اشوله ده شاید زورتر پررنگویه شاید از جشن ها تجربه خود احتمالاً دنگ ضعیف بویه دنگ نبیسته نه و فکر بکنه که دیالوگ فام نکن یا دیالوگ به حال فاصله که دور دا بیاد دیالوگ فام نکنه و بیشتر چی بشه بو کرده اورمیه نه چون نظرام اشوله نزدیک در این شول حتی نه ترجمه دا به اورمیه به نسبت شعور پیش دیتا قبول کنم اما دی سالی فاصله یک زور وقتی آقای بانگین اشتباه کن مکیده من خوب حالا پاشه هم بیهش نگرد که من میکروفون اگر بره با او کسی که استادونیده در کرد لحظه دام من مصاحبه دیگره با از بلکه اول 100% با و حتی تا بیجه دنگ ضعیف بود اتفاقا او کسی که نقد بومر ریکن حالا به صورت ویدیویی او کسی که رادیفا اول حتی پینجه دارونش خواستونه بس او که دنگه نایده توجیه گرم به دنگه اگه قبول دکم اما دیست عبیدیشم دیست اتفاق خوناکم رخنه وانه کاملا بجیه فقط دیست داد عبید تکرار دکم هم کتنه اصلا موقعیت اگه بو من پیشاتیه هم نهد بفکرین که زبانه که بین المللی کردی هم بخود چی کن که او زمانه وقتی ترجمه دیکن زور توصیه ما اوه که وقتی هم دشنه ترکا تماشاگر فهم بکرد دشنه کردستان مثلا حولیر وان تماشاگر به جوره کدی سبی او شانوه قراره بشتا سقز اجرا پیدا کرن به جوره کدی دو سبی هم قراره ارومیه دا یعنی بازیگریش نک بجم توان چنینه هنده فرصت نینه که هر جایی که دیچید اجرا بکرد خو آداپته هم موقعیتی بکرد هم زورت سعی دیکن وقتی از متن دادم ترجمه بود حواله فقط توصیه اوه دیجم تشتاک بیت مجموعاً بشید راضی بکرد مثلا شو نه اوشوله فقط به ارومیه نبا سبی اویده بعد ترکی دیبو اول دارونش با 0 تا 100 تمرین کرده با دوست هویدی واقعا تو وقت داره دستر اما خب بوما زور زحمت بس اوه اوشوله وقتی دچتا فستیواله که ببیتن نماینده اصلا گویش یا دوپا ارومیه او بس مثلا لبادینا لدهو که وقتی تئاتر یک تا فستیواله که دا دیدی او از من خو عوض کرد وقتی دید هر کلمه اولی تدریج خود اولی دهو که یعنی زاخویه یعنی حتی حولیجی یک وقتی بشت سلمانی اجرا کرد حالا اول قسام نینه من یا واهن در ارتباطه خب این چه زانه نقل سوانش شنیده سچکی ازمانه وان ازمانه خو ازمانه شاید نماینده شاعر خوبه باشه باجاری خوبه خب باشه آخه خب ام کردی ارومیه به حال از نمیجم بیت کردیا ارومیه او تشتا کو ام روزانه یک دافون و بلکه 50% فارسی بید باخوید
در اولمیه دا کلمه کردی تایبت همه، یعنی یه اولمیه و سلما سیوان بله. دادشه اون کلمه بینو جایگزین کلمه فارسی بکه وقتی دادشه اصلا در دایره لغات اولمیه ببن نوان دا بس اوه. خب بس فرمایشون از زاویه دا برای خوب بدنه؟ از زاویه اوه یامه یا شخصیه های خب بس هگو جا بیوان بدم اوه دیجم واقعا با من کشک زحمت ها هر جایی که دشین مثلا زور شارشونه واقعا من اجرا لیداوه باور کن شوری من قربانی بونه مثلا فستیوال سقز یک اگه نقد که نسبت به وان محیا همیشه و گفتی آقا همیشه داور رو دینه ها کردی به زوری با خون کردی آخو ها کرمانجی هم نظامه از اورمیه دا شول دینیم شاید لحاظ لول و پروداکشن و فلان بهمان خب شولی من یاره مکره نیدی خب قضاوت نخواسته بشم عالیه بخو من شولی باش کن اورمیه دا دبن لول نه شولی هر خانمه قربانی دبید داور درونی کرمانجی هیچ نزانید فلان آقا سه داور دینی یک کرمانج بید از عنوان سورانک زورترین شهر کرمانج آدم لهکریه باور کن چون از خو ایره هر کردم البته اما بو ازمان خب به هر حال بو نزدیکترم است زور بستم اوایه شما خواهید حقیقت خون یا ترکا داده دهین درونی شور اجرا دکن کس بان حالی نابی یک ایره تو به هندی همیشه وقتی ترجمه دیده کردن ندیجم که سعی کن زمان اگه بید که بشته جدی جی او مشکل نبید حتی که همه حالی بند چون قصه زمانش درسته تصویرش مهمه چون هنر نمایش یا اصلا خود تئاتر که کلمه تئاتر رو ندید یعنی دیتن جریانه که اما بس دوی که اره امواجه هایی که استفاده بکنن که تایبت یا ارومیه بید و ام ازمانه کرمانجی ارومیه بین اما چیزی جالب بود اره اما خب از متهم نیمش بخور شاکی من دبید مترجم رو در دعوت بکنه بیشن هنگ اشولی بو ناکن ام نویرین هم ترجمه بله هم دعوت نه هر سبب زور خوش شد چیزی زور جالبه کن اره افجار زور اوی درگیر او مفاهیم و او معنایی نبن بین نماینده ازمان کرمانجی ارومیه دابن کرکوکی سه بدشنا حولیره 4 بدشنا دیار بکره او نماینده بن اما زور اتفاقا بوم جانای بانی وقتی از میگه اگر هر حال باکوری یا ترکاجی کرده وسیع‌ترن بله وقتی از گل مثلا یک دیاربکر باخم گل یک نسیبینی باخم از کاملا زانم اول لهجه و متفاوتن و بوم خوشاینده مثلا از گل تا باخم جاره که دو جا اجاره سیبیش مثلا توی نسیبینی یا توی دیاربکر اولی بو اولمیه دقیقا درست قبول اما خب بس او دغدغه نیه که لیوی کس ما فهم نکرد ها اگر تو نه نه خلاص ببین این دیگه چه بوم اگر تو کلمه کردی خوبی نه جایگزین او فارسی ها معمول یا یعنی آخوت نیمه روزانه بکه اتفاقا کامل تبیه همونطور که او ناخود وقتی تاخون بلکه 80% کلمه اون ترکی نه وقتی تینن کردی ها خو جایگزین دیگه هم کامل دیگه نه نویجه بویا ها نویجه بویا مثلا ما خجستیامه بیرامنه در باتمانی من اجرا کرد لیوه حواله که بود از شو دید فیلمه دیده بود هاد روژه که من لیوه سر رو خان یک سری واژه بود اوان یه هیچ معنیه که نادن حتی ممکنه باعث سوی تفاهم و فلان در حالی که زورتر ترجمه ارومیه بود ببیشه بله از آن تو بحثی کشکی آره اوجی هست فقط های بیشن او دی سادگری تا ازمانی ترکی به قطعیت نابیجم اما خب ممکنه دیویجه که شروع کن او کلمات بیجه فارسی دا معنیه که ترکی دا معنیه که خراب پس دو حالت هست یاد بید واقعا هم مفاهیم بگردیم بیشن آقا ببند حالیش نبود باشه نبود یکی بیشن بله هم نماینده او ازمانه هم بذار مثلا شخصیت ها نمایشنامه و پیرمیره که البته اینا که حالا جن یا پیرجنک وقتی در نمایشنامه جارا اولی خوانده تا چه همزاد پنداری خدا گل و پیرمه احساس کرد واقعیت وقتی من نمایشنامه خواندیم هر دو خواست شخصیت پیرمیر بی و بازیگر پیرمیر بی لبیجه من با خوب بحثا اعتماده از به عنوان اولین کارگردانی ها خوب بازیگر که باش کو محبی شاید اعتماد نکرد بید بوم بلیزید و از به عنوان کسی که خواستم اولین شولک باش بید و از نشم بجمه هر بازیگر که بید بوم او نقشا مونودرام بود گلک نقشه گرانه بلیزید من
جارا اولی تصمیم گرفت با من نقش پیرامره از خواب لازم یعنی قالبا پیرامید دو لازم اما خب مدید نه اول ممکنه گلای تناقض هبی گفتش تو بود لازم نمایشنامه دا هیام به هر حال از لحاظ ظاهری فیزیکی هر تشتکی دنگ البته اضافه بکنم چون بوم جالب و اشاره کرد سمانت خواست ساختار شکنی بکرد بود از اوی پیرامید لازم یعنی تماشاگر مثلا شولی دا پاش مدته که بزاد ای خواه آخری دا جنه اول جنه به اصطلاح اکتر جنه که نقشه پیرامید اول یک جسارت ها نشان داده که پشت از سر صحنه نقشه میرکی بلایزید اما خب من ریسک نکرد نکو شاید شیا باشه شاید واقعا من گفتم اول پیرامید ها شد جندیتی دیدم آره خب به هر حال هم زمان که زیده خواست همین که به هر حال ریسک بود با اولین شوله از شوله کم ولی خب چطور غیر ممکنی نه هم توش بستگی به زحمت و تلاش و پتانسیل هست که از فکر کنم هم از سه گزینه نه و دوباره که من اول نقشه انتخاب کرد چطور که همزاد پنداری مکه دیسا همان داشتن سر بحث هویت بود و بحثا اتشتو که جنک حالا بیراجن یا جنک به هر حال ممکنه گلک مسیرک طولانی ریای ده هر بخوازید بگید اتشتو ده خوازید از شخصا زندگی ها شخصی ها خوده زندگی ها هنری ها خوده خب به هر حال میشه مسیرک تیگیری که از حاتمه گشمه به نقطه و مشکل و پسکره گوگوها دو پیش و همون درواز که نه حالا بجم عالی اجتماعی دا عالی مالبات دا عالی هر تشتکی دا من همزاد پنداری اگه متنی هبو که به عنوان جنک از بشم ادامه بدم و ادامه داد آخری دا با این که دو بیجی اتشتا که بعد خوازم مبنه بود اما دیسا همه نب دنگ اکتی دو بیجی نه یعنی هیوی اک های همیشه بود آمدانه اب مسیره باعث بیا پیراجنه هم هیویدار بی هم قوی تر بی ادی اب مشکلی کوهات نپیش اب اشتباهی کو که نی جایدی تکرار نکرد خب تا برسه صحنه وقتی تخلاص که یعنی پشتی اجرا خلاص دهاتی مقابلی تماشاگر دار نشتی او همزاد پنداری ها که در گره دخلالیت در تماشاچی خودش دی 100% مدید یعنی زیده او حساب او لبخند او کنی او احساس رضایت که چرا مخاطب دابو و مخوشایند بود این تمام او خستگی او ورماندی بونا هین لعیزه هین او هفته یا خب اجازه او بسیارت در پیش که بود مثلا مخاطب یا تماشاچی کرد دبید گه چونین شخصیت اکی دا گه چونین کاراکتر اکی دا همزاد پنداری بگید باوری من از سر صحنه سمانه میرزایی نبود از دقیقاً کاراکترها نا به اگه دابمان نا به نمایشنامه داد از خواه اگه به شخصه به چه نمایش اگه ببینم از بزانم او کس چه تانش به چه تانش نبی اگر او حسه ندادم که او شخصیت بوم واقعی دید خب همزاد پنداری یه ناکم اما باوری که من از سر صحنه او پیراجن بوم او جنان نمایشنامه دابوم چون هیچ تشتک من ندیدید هیچ دنگک من ندید و 7 ایام گل کاراکتری جیان که اول بوم گلک جی شانازی بکو به هر حال افشولا که من انجام دایی نمایشا که من دانیم من بخو رضایت و قلبی های هبو تو من یک لحظه سمانه میرزایی سر صحنه ندید و من لحظه دا او نمایش یعنی من هیچ نگرانی اچ نبود که آیا دیالوگ بیامه بچی آیا میزانسین بیامه بچی من بود از نها او پیراجنم از دو هدف اکی داده چم از خواستم بچمه هدفه و ممکنه گلک اتفاق بکن از وانا درباز کم بگیش موی نقطه و من به لحظه جیان کرد و باور دکم که مخاطب جه همزاد پنداری گمه که چون او احساس رضایت مچه آن دادید بازخور در جندی هبو یعنی هم پشت نمایش شخصا دادنده بودن هم از لحاظ اینکه کسی که من ناز نتگید مجازی تبلیغ دکن و کسی دن دعوت دکن که حتما بیشانوی بمینه اول یعنی اینکه من شولا خود درست انجام دارم و من گلک چی شانازی بکو از بشیم حداقل شولک تایبت قابل قبول پیشکش خواهد کاغ رسول هم بزرگ نلوی تدیسا
در اولیا آخوتنی خدا بحث که تا خواست شد یک متفاوت اجرا که یعنی نمایشنامه که متفاوت بنویسی ام اکثر شو داده یا نمایشنامه داده ببینن که کاراکتر ده چیت بگه یک آرمان شهره که آرمان شهر ذاتم خودش دیگه دست نیافتنیه دی آتلانتیس ده چیت بگه یک آرمان شهره که اما ما دورترین شهر جهان دید که او کاراکتره که ده چیت بگه یک اتوپیایی دیگه یک دیستوپیایی یعنی آرمان شهره که ویران بیه از خواهدم دیس از زیده تا سروینه رو است تا بوچه اول مجارند بس کشکی عمیق دبید که هم زور وارده و بحثی بین قسمت که زور لو جریانی خب وابسته به جهانبینی ها نویسنده خب دی نخواهدم زور قضیه جو بکم به قول معروف آلودگی ذهنی خود زورتر مطرح بکم اما که اصلا تشتک به نام آرمان شهر وجود هست یا نین اصلا از تشتک که هم قراره بگینی و بگینی لوی دچار آسایش بن آیا اصلا هست یا آن نینه اولی همشه خب بومه دغدغه اصلا نظرم هنر جایی که دست بدید که شک ایجاد بدید هنرمنده که نسبت به جامعه خوب و از تشتک که هست شکی نکرد اصلا نشد اثر هنری خلق بکرد اثر هنری وقتی که هم دیشون بو چه و مسائل شبیه ببین از کم خدمته و جریانات سیاسی جامعه مدا پررنگ فوق العاده پررنگ جمله که جندی هیا اول دو سه جارم جیتی باز کردیم چون هک روزک بگید که همو سیاستمدار من یک قصه بکن او روز به شک به حشره هک روزک بگید همو هنرمندی من یک قصه بکن او روز به شک جهنمه اولی که روزک بگه اینو موقعیتی که همه سیاستمدار من یک قصه بکن بعید دزانم چون اصلا واژه سیاست واژه که درست نینه که هم بخواستم معو انتظاره لی حبید و که چرچیل که ظاهرا چوی قبرستانه که نشسته سنگ قبره که نویسیبون او سیاستمداره که زورش باش و صادق بود دیجود میگود که یه دو نفر چارت کرده یک سیاستمدار بود یک انسانه که صادق چون سیاستمدار نشه صادق شول مدا برای مسائل سیاسی که کسک داشت بخولی برداشت بکرد از واقعا به خودیشم اصلا وارد اون مسائل نبود شول مزوتر باسه گمگشتگیه که وجودی بود باسه تشتگ بود که شاید با من قابل دسترسیه اما هم دو تشتگ دیدانه که ویرانه او کاراکترامن به عنوان انسانک نه به عنوان جنک یا میرک وقتی دو باجار خودی کوید دو چه تشتکی داره آب باجار داشت به اصطلاح چه تشتکی هست واقعا زندگی که عادی هست مسائلی که عادی هست اصلا اب تشتکی اب دخواست به صورت علنی یا به صورت آشکار یا پنهان بگیده صرفا مسائلی که عادی و روزمره زندگی هست از دخواستم اوی بیشم کسک کو حیات خودا به عنوان یک شخص نه به عنوان یک ملت است واسه یک شخص دکم جزئیات و روزمرگی زندگی خدا ما چند خواهد بگید آرمان شهر آخر اما به اون مثلا تشتکی عجیبه و که اولی که کسی که هیچ فیزیک درک نکردیه چند شد متافیزیکی درک بکرد مثلا زور افراد زانای ما جرباق صادکن عشق مجازی هیچ و فلان اینا بهمان اینا به من عجیبه کرک نشید عشق مجازی یا حس کشکی بکرد به عنوان تشتکی روتین و زنده چند شد عشق الهی درک بکرد خود مموزین احمد خانی دا که به صورت شعر هاتیه خب اول پیش دا من عاشق زینیه و آخر دا خب برحال نسبت به فضای وقتی اول نشان دادد که هدی حتی عشقاو آسمانی دبید حتی لیویج هم داشتی نوی درک بکنید درسته احمد خانی دا خواست لیویج بیجید که مثلا نسبت به ذهنیت دا خب که خب غالبا مذهبی و انسانه که دینگرا بونه دا خواست بیجید که عشق مجازی اهمیتش چنین عشق الهی هست از خودتو اصلا برای خود آدم قضیه از دخوازم بیشتر که حتی احمد خانی جو احتراف دیگه که اگه زین نبید نشه خدای ناس بگه فیزیک دبید پیش را قابل درک بومن بید پاش هم متافیزیکی درک بکن این را دا بحث من اوه پیراجینک او جنجال رد بید او اتفاقان رد بید هر پارت مشکلک بوده در پیش
یا گرگه یا بمباران یا شیمیایی یا چمه یا کروکودیل تمساح حتی چیه که شانسه خو امتحان دکرد بو کروکودیلا سوک دوجی سوک سور دوجی هم سوک باعث بی هم لیه قبل ظاهرا تبعید بنا ایره دیسا دخواست بی اف سوید دخواست بیش کادشیم او چمه دا درباز بگم آرمان شهر خو یعنی بگم او بحش رو اصلی خو و ببینید عمل کرده که باشنینه یعنی ظاهرا از سواج خاصیت خود دسته ها و کو ناجامه مد بعضی وقتا هم تعریف نفره که دیگه دیگه نفره که زور باشد یک دیگه نه بابا فقط داشت بگیرید نشد برده آیا استوا فقط باعث بودم لوی درکن یا واقعا ممکنه استوا روزک باعث بدم بگه اینا جای خوب او بخشندگی که کنگ اتفاق بکنید هم ایثار نسبت به ما به کرد به ملت کرد کنگ داشت اتفاق بکنید هم کنگ داشت جامعه خدا بگه اینا تشتکی و میگم تولستوی اتجاد همون فکری همینه که جامعه خو اصلاح بکنن کس فکری همیدانی نه که خوب اصلاح بکرد از خواستم بگم آقا هم اتفاق درونی هم گمگشتگی دیپیج رو اول اینا وجود آمد و اتفاق بکنید از همین وقتی پیدا بکنم باور کن اب چشتی که هم دخواستن اصلا دور نینه اب چند سال علمی هم مثال بیددن آقا از به عنوان کسا که خادمه او سیستم ما سیستم مدون جماعت ما شاید بجم به جوره که شاید مزورتن خدمت به او تئاتر و فرهنگی ایره کرده بید به عنوان خادمه به عنوان کسا که وظیفه هیا نه به عنوان کسا که لطف میکرد اصلا جزء وظایف مو هر کسا که رساله بکنه خب آقا او 10 سال اما دهه حساب کن او 10 ساله تئاتر واژار مدا زورتر خدمت به هویت و اصالت و چه زانم ازمان کردی و رنگ و بونا کردی و ابتشتی کردی کریه یا سیاست مداره 10 سال پیش حتی مجتمع فرهنگی هنری دا اجازه کنسرت داجی ندادن پاش اوی که من تئاتر اجرا کرد تئاتر کردی هات شروع کرد نه کنسرت کردی دادن پیش تئاتر کردی دا یک دانه کنسرتش لوی نبود اصلا با عجیب بود من غالبا از سینمای در بوداغان دادن که آقا جماعت بشه لوی کنسرت داد اما طبیعی کردن اولین برخورد اوی همون جوره از دیجم اولین نمایش کردی که من ایره برست ترسانه جماعت کرد وقتی دعاتون برخورد دن شانوی من قد بیرامه ناچید پشت پرده من برخورد دعای سالونه جماعت که هات بوجور مجتمع فرهنگی هنری هو برخورد دعا ولا کرد چون عمر خود قد لوی ندیده بود اما بوم زور نخوشات او لحظه استکن زور نخوش بوم القاده کرد فوق العاده تراژدیه یا اف شاریبی مکانه که بوده تولید فکر و تولید محتوا دیگه ناس نکرد اولین بارش شویت دیگه اما نه شونه نه هم مجتمع فرهنگی هنری آمه روز آخرین روز اجرای خانمه مسئول لیوی هات بودهای با نمایش دست بکن بود جنی نه جماعت راسته نه حبشه نه سالن لابیه نه طبقه سره نه بنی یعنی چی مال خود بزنی ان شاءالله که هنر به عنوان ابزارک نه هدف تئاتر هیچ وقت به هدف نبوده به عنوان ابزارک بشید باعث رشد و ارتقای فرهنگا می کردی که از معتقدم او چندی سالانه که فعالیت سیاسی کردی که فعالیت کردی کرده با نگه تمام ارتشتانه که هم چنینه مدهب انشاءالله یادک سپاس خب ما علمیه دا دو جنه کارگردانیان در هنر همونه که هر دو کاری لوی تا دست بکریه او از دزانم یکی اگران سمانه البته از پیش دا بیجم از سال 96 و آی بانگیم پیش کت ناسکه از سمانه ناسکم و واقعا من دید چند تلاش دکه هنگی مؤسسه مهرگیتی هبو و دیده هیچ کسی هاتو با خف دکه دیگه و اگه من نمایشنامه خوانی تامین کن گلک زحمت کشه و با استاد راستا و موضوعاتش بشکیری دیگه و یک نقطه قوت سمانه نه و هر دو کارگردانی که گتا شروع کردی حالا گتا دست بکره هر یکی فعلا امید بینن که نمایشنامه یک برن اثر صحنه به شیوا مونولوگ بسیار من لیه اوه بوچ مونولوگ از هو بیجم بسیار هاتونه دبیجن اونا مونولوگ حالا از بسیاری شخصا تبکم دبیجن مونولوگ انتخاب دکن و بین دیدن جوابوی سوالیت خواستم تو بودید بوچ مونولوگ آیا هدف و دیدن به ریام تئاتر مونولوگه
و اون چون که بخوجی در هینرن و بخوجی لیسته کن مثلا بازیگر اگه نقشه 3 کاراکتر دایزی کدشی یا 3 بازیگر هستن اما ایتینی به شیوه مونولوگ برگزار که نظرم که اگر کسی که مثلا بازیگر تازه کار بی خب کارگردان اگه بخوازی او بازیگره بیده دیدنه خب گله احتمال هایی که مونولوگ انتخاب کرد و بیجید نقشه پر رنگ تره یعنی زیده بیده دیدنه ولی خب از به شخصه خب نیست که 6-7 ساله شروع بگم به نظرم از به عنوان بازیگر کمابیش حاطم اناس کنه لیزام حاطی دیدنه گله مورد پسند بیا حالا نقد هبونه اما خب از به عنوان کارگردان خب بگم مرحله اول دا از تو بازیگر دیده بود چون از من احساس کردی پرسا بازیگری من وظیفه خود تا حدود یک انجام داره و از دشیم قدم ها اولا کارگردانی را کم خب کسی اگه بخوازی ببته کارگردان دبی 100% بینرک باش بید تصویر ببینی که کی در ایراده کی در میزان سندوزینه کی در بازیگر درست انجام ناده تغییرات ها بشید بده اتفاقا او شولک که من انتخاب که مونودرام بود و من بخور لیست اول شولا من 2 برابر 3 برابر زحمت ده که چون از هم قرار بود کارگردانی بگم ببینم شوله و هم قرار بود بلیزم اوجی چه مونودرام که حالت خطی و حتی آخرا اجرای دبی من ریتم هل گرفته با مخاطب کسل کننده نبا من هم انرژی از لحاظ فیزیکی دانا هم از لحاظ بیان مدانا هم از لحاظ کارگردانی هم از لحاظ بازیگری و کل حتی مدیریت ها نور و افتشتنه دبی من فکر هم داشته کرد با پس اول شولام زحمت بود نه فقط به عنوان اقصا تگوتی دیدن نه من دخواست کلیت من کلیت ها خواستم ابو کلیت ها شولی جدیده هدفم ابو چون یکمین کارگردانی ها من و درینری ها بود بوم مهم بود شول کلیت جندی بشته سرسنه چه ملیسته با چه من لیسته با چه مونودرام با یا چه شولایده با اما خب به نظرم به عنوان اولین شولامن مونودرام گزینه یک باش بود چون مدیریت کردن شولا تئاتر بو کارگردان اگه زحمته و یکی من کارگردانی دام زانی و مگو تمام مساجی به عنوان مشاور هر زحمت کشم مگو باوری او بکم نزدان کارگردانی در هنری هنده زحمته چون مجبوری اکیبه که 10-15 نفری به هر حال عوامل هنه بازیگر هنه او مدیریت بدی و مدیریت چی به نظرم من جز سخت‌ترین شغل تئاتره نه تئاتر دو جز گزینه سخته خاک رسول ام دبینن کو هندک در هنینه الان لیستگونی مایی تئاتر هاتن چند سال 3 سال 4 سال 5 سال شروع کردن و بلکه پشت یک جبری به سر صحنه نمایشک حالا چندان موفق نبید اما دچنه بولوی سینمایی یعنی تئاتر دهیدن دچنه بولوی سینمایی دوید تشته چه بینه بله سینما جذاب‌تره من به حق بدن حوالانه که خب سینما جذاب‌تره راحت الوصول تره او خانم 4 و هبی 5 هبی شول دیکت نمایش که دیبت از هر صحنه اجرا دیکت و دمرید نمایش شده فقط نمایشنامه دمینید او خوش یا نخوش بیش من تمام او کسانی که تئاتر شول دیکت عمره ما خلاص بید هاش چند سالا کس وان ناس نکرد تئاتر ده فقط متن دمینید و حتی این زورتر مثلا حتی دشن تئاتر ببینید به کشورهای اروپایی دا زورتر مثلا دیجن بشن شوره شکسپیر ببینید یا بشن شوره مثلا آرتور میلر ببینید ایبسن ببینید یعنی این نویسنده حتی شوره ناست کرد خب تئاتر مرز هست میرا نشد مرز درواز بید فیلم نه فیلم مثلا فیلم کوتاه غالبا شده کن دهید مثلا هویه که سر شول دیگه 4-5 روز فیلم برداری فلان فلان مجموعه حساب بگی هویه که باش آماده بو مرز شنینه هر جایی که هست که ری دیگه دو زورتر دیار دیگه بی دیسیپلینه که باشتر اجرا ده تئاتر فقیرتره کمتر دیار دی اما فیلم زرق و برقه به زورتره هرش قرمزا خاصتره با تمام احترام او حوالانه که هیچ اشکالی که شنیدن خواستن نویج تجربه بکن خوشی به هر حال دور بر 10 فیلم شکرنه هرچند شاید دغدغه من یک نبوده اما خب خواستن خوب محک لیدن اما به ضرر تئاتر نه اصلا به ضرر تئاتر نه حتی کسی که تئاتر سینما شروع بکنه نظر من وقتی قدر تئاتر باشتر تظاهر
زور بازیگری من هنه تئاتر داده بینی مثلا مشکلات اگه در پیش هدی که بد اخلاق دبن اونک فقط کافیه بشن 3-4 روز پیش صحنه فیلم که سینمایی یا سریال که شول بکن وقتی خاطنامه تازه دزانه تئاتر هنره که مقدس و روحانی او جاهلی او جوانی کنه شول دکن تئاتر شول دکن شولان قابل قبول دبیدن و لوان راضی و کسی که بلکه 20 ساله به شولی داری. بله. زمانک ملی را تئاتر دست بکر وقت زمانه بود. حتی مشولک هات میچکر 4-5 نفر مزدوری خرج کرد که واقعا ابتدایی بود. واقعا حد ابتدایی داشت. نه خرسندم که باجاره که دژیم که نه یعنی حتی نمایش که 30-40 نفر بازیگرش حبید امدشون تامین کرد. از بخود تدریس کردم. زول او کسی که دین کلاس داده ثبت نام دیدن کردن هر روز نیروی جدید دهید نابیشم جزئیات شولیمان تایید بکم اما کلیت شول به نفع ما به نفع ملت کرد به نفع باجار ارومیه به نفع صلح و آرامش و فرهنگ و هر تشتکی که رنگ و بونه که خوشه به نفع همه اوانه هیچ اشکالک چنینه حاطن تجربه بکن و اشتباهی بکن ایران مبید کسی که شول دکت اشتباهی دکت جامعه ما زور اب کسانی که شول دکن نقد دکتن و کسی دیگه نقد نکرد چون شولک نکردن من احمد خانی دا وقتی مسئول بوم همون روز اداره دا با من زنگ دادن دشون مد با بازخواست کرده با بعد گفتم فلان مؤسسه فلان شول نکرد فلان مؤسسه فلان نکرد این اول که فلان میگه واقعا فلان مؤسسه شول نکرد مؤسسه احمد خانی تنه به اندازه غرب کشور شروع دکت خب طبیعی اشتباهاتی که شبیه دست اشتباهات خود کتمان نکن اما این قدردان شروع کردن و اگه ام زیادتر بخوازن تئاتر علمیه نه تئاتر کردی ها لباجار علمی را او کسی که تئاتر شول دکن یا تئاتر دبن از سر صحنه نوعی یکی بیجه که واقعا به معنای واقعی لذت تئاتر و دبن او کیه بولمان کارگردان بازیگر او کسی که اصلا یان اجرا یان تئاتر کسی که لذت دید به وقتی شوله بوده بینه کرد یا فارسی علمی بله لذت لتئاتر میده سوالا که زور سخته برو وقتی خودخواه بو ایدی که زحمته بلا نو بر شکل نبم فقط اوی بیجم نسل به زحمتک تربیت بو از نوی یک کسی ببم که 3 کسیم که نظرام تئاتر ارومیه او دهه 90 ارومیه مدیون زحمت اوانه بابک لطفیه پدرام رحمانیه کریم علی خواهر که هم نسلی که ارومیه دا نه شول دیگه او 4 کسی که تقریبا یک کس بونه او 4 کسی 8 مؤسسه احمد خانی دا مگه یک شول دیگه مؤسسه سبز احسان دا مگه یک شول دیگه مجتمع فرهنگی او 3 نفرانه و جناب بله که تقریبا هم دهه 70 اواخر دهه 70 75 76 اضافه به شولی بون و ناخوشایند بیجم بابک لطفی و پدرام ناخوشایند بیجم پدرام و کریم علی خواه او کسی که نه شوده کن به نوع وصل دبنگی که گلوانه یعنی جیادی نه هاتن اول سوالک مشترک از اول خوازم سامانه جوابی بودن تو وکو میوان چوی میوان که باشتاری به تئاتر روی جشنواره بود درسته بله سامانه جی که هم کارگردان هم بازیگر تا چوی تلوی اثر یک بر الوی تا اجرا کرد تا چه اینا تا چه گلخو زلالان تا چه دستکرد کرد خب من نمایش مثلا که همه نتشتا که مگوتی از همزاد پنداری هبیلی با اینکه زمان گلک و زمان ندازانی پشت نمایش او بازخورده مثبت جلسه نقد و بررسی او نقد مثبت حالا نقد منفی چه همیشه هنه اما زیده بازخورد مثبت بود از به عنوان کسی که همه یادی به نو از ناز دکیم از زدیتن دهاتن بارا لیست کامه در قصر دکین داخلتن و اینکه از لی هم آلیه ترک آمده فستیوال آمده از دعوت بون بو فستیوال اربیل از دعوت بون و گلک شهر دن عراق که یه کردستان گلک اجرای عموم مده خواستن شهرک بینا حلبچه شهرک بینا دهوک شهرک بینا اربیل اجرای عموم دخواستن یعنی دخواستن از هر مو اجرای که مخالفی داشته ببینه هر کسی که فستیوالی نبونه اما گلک امتیاز مزم بون گلک جی شانازی بو
با از زحمت ها میکشوندی بالاخره خدا نشاندن جواب نتیجه میبردی. بیاد باش ماندی نبه. حاضر رسول تو چرا؟ جشنواره دامه چیه اینا؟ بله به هر حال به عنوان میوان کسایتیه که کرد اولمیه تو میوان بودی تو حاتی گازی گرن تو چوی بو اولمیه بو تئاتر اولمیه بو تئاتر کردیه تا چه اینا فستیوال وکو مارکت اینا وکو سوپرمارکت هم دیجن همه تشتک ده هم بکرن فستیوال یعنی مارکت سینمای داجو بوده مثلا هر فستیوال فجر یا فستیوال جهانی فیلم فجر جماعت اگه داشتین فیلم‌ها ببینن و خریداری بکنن حتی تئاتر داجو اتفاقیه ام بو رابطه داشتن رابطه چیکن اتصال چیکن نه سمانه دیجد دعوت کردن او جیانه خب اول رابطه هاتیه چیکن قدم بیشتر مثلا فستیوالا دیاربکر که انشالله بهار اتفاق دیگه لیوی چند رابطه دی جبجه دی ام دیشین لیوی خو نشان بدن ایدی اول قابل اغماز نینه یا قابل کتمان نینه ام فستیوالا دیشین فقط خو نشان بدن که بیشن ام هونه او سطح کیفی مایا او شولک ما ایناندیه بو فروش بو دیدنه بو جذب اسپانسر جدید بود جذب تهیه کننده جدید بود شولی من این داجی تقریبا هر اتفاقا بود یک از شوبم که افتخار همراهی نو افشور دام هبو که به هر حال به عنوان نویسکارش بوم شاید دعوتش نبودم یا به حال به شکلی که چیز هر وقت نویسکار شوبم افشوله اما خب شوبم دوستا ببینیم حوالا ببینیم به هر حال زور از ناست کم لبه پاشی واقعا دوست حوال و رابطه دی هاتنه چی گلک سپاس از سپاسی و هر دو کت کم که او دعوت ما قبول کرد هاتن من دو بخشی برنامه ممانه یک من هندک کلمه آماده کردنه یعنی کلمه پاکت آدنه مشخص نینه چنه هر کلمه یک ممکنه درکوید هر کلمه یک از وی بیجمه ممکنه درکوید هر کسی واسه کلمه اونید بخون آداده بجیرن سروی بومد باخون بومد توضیح هکی بدن پشتی ویجی دیمه او افتخار هبید که اون او تابلوی پشت سری ما یک اوان امضا کن یعنی او تشته که اکدوم تا یادگار به محله دا بو همیشه از داخواست کم آکام تخیره خو او پاکت بدم او تشته که که هم بیجن هیچ تشته که شانس هایدی البته اوی که این چی نویسی شانس نینه به حالا اونا به هم نویسی شده های گلی با خدمت کم خواهشت کم خانم اولویت دانه ما مستکر باشه وقتی اولویت دانه حتما اولویت دانه اما نه هم به هر سه دانه انتخاب کرد یکی فیران انتخاب کرد وکه خانم شبنم یوسفی اتفاق فرخنده که اولین پاکت اول را کردیم سال 91 یا 2 بود او قول و حوشه بود مؤسسه احمد خانی دابم اولین بار شبنم یوسفی من دویدید که کره خو هارته بود لوی و تازه دست به شانوی کرده بود گفت خواستم شور بکنم و به جوره که هست که خب گمه دست به شور گرنه بکرد اولین شور که من البته یک دو شوری دیگه من دست بگیرم فارسی دست را به من بده که تهران من اجرا کرد اورمیاده یک دو جیا فستیوال بودم چون من اجرا کرد یک دو شوری دیگه کرد اما شاید بیشتر مهمترین شوری بود که ایدی دست به یک بود استارت شول بود که باران بود که به زمان سورانی شور کرد و فوق العاده مطرح بود شور دوم میگه شبنم دی بلا فاصله مخرج سیامن شور کرد باش ویژی درویش عبدی شبنم یوسفی بازیگره که باش بود به زعم من باش نه به معنای تکامل هیچ هنرمند عمر خدا ناگهی تکامله غالبا حتی بعد از مرگ تکاملش شکل گیره یعنی لایه‌های ناشناخته هنرمند دیدن مطرح کردن و واسه شروع دیدن بخو احساس کم البته یک سری مسائل و حاشیه باعث کن که رای اصلی خودش که دور بکوید دیوا دارم که اتفاقا ناخوشایندانه که خب قطعا آمدانه جی نبونه با هر انسانی که ممکنه مسائل بیت پیش ان شاء الله اوانش مرتفع بن و هر انسان هر هنرمند جامعه خدا و بو ولات خوب و ناخدا هویتا خو پیدا بکرد باجار خوب که همه دورترین باجار ناخدا پیدا بکرد شبنم یوسفی
کسی که بود که شاید انگیزه هایی که زور بو افراد که بو او وقتی که بین و شانه شور بکن فوق العاده فعال بود، یعنی واقعا تئاتر شور کرد، دو فیلم شور کرد و کارگردانی نمایش لکش کرد که مامستا نعمتی داشت شوله و زیادت نشیم بارده با خون انشالله که هر جایی که بید صحیح و سلامت و آرامش انشالله. سامانه مدعا هدف بله آره شانس شب نمیاد البته مدعا ها خوب شب نم کارگردانی که مدعا اثر اوریپیده شده سامانه بگید. بله نه شب آرامش بدم آقا جوری که برخورد به تقلب داده دی. بله کردم. خب مدعا روژا اولی که به هر حال بین تمرین ها از در جریان نبون که شبنام یوسفی خانم یوسفی شول دکرد و کارگردانی دیگر نزدیک اجرای تبلیغات های دست بگیر. وقتی تبلیغات دست بگیر شولا مدعای خب بومن که آشنا نبود واقعیت چون به هر حال هیدی من مراحل رد دکن که از در جریان کل قضیه بیم. اما خوب از انسان گله کنجکاوم این که من زانی به هر حال آقای ماموستا نعمتی هاتیه به اقتباس به نویسیه که شانونامه‌ای نویسیه بومه بو انگیزه که از لاغل تشته که در مورد مدعای بخونم و تشته که دسترسی ها همین کسیه گوگل ما وقتی خواندی این خواندن به هر حال از کلمه هندک تصاویر رو دینی هندک مبحث رو دینی ما هم نجی برای خدا نبومه جالب بود قبل اینکه از بتون شانوی ببینم فرصت اگه ها در پیش گو از چون شانو دید اما خب نابیجم به هر حال از در وی جایگاهی دا نبون که بشیم شولی نقد گم چون ما کارگردانی نگه بود حالا به عنوان بازیگر که بازی مپسنده که به هر حال شبنم یوسفی پیش مدا تجربه زیاده هبویه پیش مدا شولیه اما خب از تصویری که ما گوگل دادیده بون وقتی ما همان تقریبا بیجم کاملا من مشابه به سرصحنه دید اجرا با ما خوشایند نبود واقعیتا با ما خوشایند نبود بله عدول به درویش عبدی ناس ندکر اصلا من برحال ادبیات کردی از مرسال نینه که نزدیک بوملی ادبیات متاسفانه یا واقعا خب اصلی ترین کم شور به اصطلاح چون کمکاری خو اویت زانم کو از درنگ ازمان و هویت کردی خو آشنا بودن همیشه کرد بوم البته اما منظور که از باجاره کی بوم که خب به هر حال فعالیتانه نبود شاید از شارکی وک محابات یا وک سنندج یا چیه که بوم اول داگی روی داده فولکلور کردی یا ادبیات کردی آشنا بودم شاید من آثار زور باشترش خلق گربان اما خب حتی سال 86 هیچ گونه اثری که کردی چه نبود حتی 86 درویش عبدی خجستیامند بود از ترکابون لب پیشنهاد دانمه گفت فلانی بو متنکه باسته درویش عبدی نانیست من نبیستی باستم درویش عبدی چیه؟ خب برها بعضی کاراکتر مروفش که آشنا نه وقت خجستیامند و شیرین و فرهاد و اوان حاتمه و یک دو جلسه مردانا گه حوال خو ماموستای من ماموستا نعمتی، ماموستا سروش، ماموستا نظامی و افراد اکیدی او قسم 20 کیفی میپیهات و شاید بیشم یک اگل بخواهدشم به مقام نویسنده باشترین و جندیترین نمایشنامه من حتی نه یک وان درویش عبدیه که زور افتخار پیدکم چون زور قصه با کردستان من او متنه دا بودیه چون عدول لیوی فقط عدول نینه درویش دیگه فقط درویش نینه زور صعب شده عذیت بود چون ممیزه زور خاطر کرنه سانسور متن زور خاطر کرنه و اصلا اجازه اکرام پی ندادن پخش پی ندادن اما نهایت دا از موفق بودم که هم نمایشه به حواله همکاری دوستان ببند سر صحنه و متن هموشه به عنوان متن که لاله مرغزه که خواسته های دمینید و حتی چاپگیری نجی انشاءالله که به صورت چاپش هم شهری ما بشن استفاده دید فرمو
اوتلو نوشته شکسپیر. مخابم نخوانده چه نظره که خواست مچنینه، اما خوب تو زانم نویسنده شکسپیره و انشالله که آینده کنی زوده حتما از این بخونه مطالعه کن. تمام. آخری یاره؟ بله. بله. چشم. بکو مموزین هفت هویا کشا که من نویسی پیشنهاد بکن فارسی و حتما بخینن، چون به زعم زور کسا پاش برادرها میمیرند یا حتی پیش برادرها میمیرند. مموزین خوشترین و شاید مطرحترین شولی مبی، چون واقعا زور شورگیریه، چون آهنگ کلام به شکلیه که من خواست بگیم نتیجه یعنی زور لی راضیمه. حتی خود درویش عبدی داشت شاید بعضی جیا به خاطر دیستان ممیزی و مسائل من نشیو ابتشتی که تخواستم بیجم، اما خب هاشون متنه که عاشقانه یعنی راحت قصه خودگیریه. طولانی ترین متن منه که حقیقت کار کامل بیشتر از درستانه از فکر کم دور بر 2 ساعت و نیم حتی 3 ساعت متنه. من دست بکری و شور دکن نزدیک به هویه کنی و فقط قرائت بیه هشتا، یعنی 2-3 روز هم شونه تا میزان سنه که سمانج یک اگل نقشه بازی دکد. بکو یک اگل خبیسترین به شکلک کاراکتر او نه تنها مموزینه بلکه کاراکتر بین اینا ما کردا. حتی 1-2 نفر هبون من پیشنهاد دادم بکوی بلازم بگم ما مصاحبه خودی بکوی ندم جامعه دا بکو شمری ادم مثلا شمری بازی بکه او فخیم زاده بازی کرده بود مشهد لیدا بون. به هر حال زور حس ندکنم نقشه بازی بکن که به زعم یک اگل سخت‌ترین نقش نمایشی یک کودشید صحنه بیت اجرا کردن نهج آقای او نقشه بازی دکرد که انشالله 4-5 هویدی ورن و بکو آمجی صحنه به نمایش مموزین ببینید انشالله با افتخار. آخر ده انشالله. متأسف خانم تشریح کردی زیاده رو. آره خب یعقوب حسینی اولی خواستم سپاسی اکی آقای حسینی بگم. واقعا دکارم بیجم که یعنی آشنایی من بو مرحله اولی که تئاتر کردیا ارومیه واسطه به آقای حسینی بود. شاید بیجم در حق من بیاتی که تشتا پیشنهاد من که بسا مؤسسه مهرگیتی بود که دعوت بون بو جشن که مولودی است عالی دوسته که خواه حواله که خواه که آقای حسینی شورده که از دعوت بود از به عنوان میوان از لبک زوده چوبو مرمونشته بود مدید از دوست و حوال پریشنه باشه ما بوده چه قرمیام چه رنده پریشنه بوده مجری قرار بوده مجری منم از به اعتماد به نفس اکثری هنوز آمار اعتماد به نفس کی دیده هات ما بوده خب شروع مجریگری چیه بودن از بود از چون میگه آقای حسینی خبر داد بوده حتی نه مجریگری که یا بوده نه بوده تا چه سابقه کاری هم نمیده نه بوده بعد چند دیگه از مجریگری کم تو خود فکر نکنم چه سختی بیش نمیکنه از بشنون بودن در شیرا بخونن دعوت فلان بگه تو مرد باش سرچو خلاصه مراسم خیر شایی با اعتماد به نفس اکثری به شعر گفتن علاقه خاصی که شعر گفتن نهایت در باز بود مراسم خلاص بود پشت مراسم آقای حسینی گفته برم چند کلمه با باشه سرچو ما خود گفته تا هم دنگ هیا هم چهره هیا هم اعتماد به نفس هیا دبو نوچی تئاتر گفته آخه تئاتر تهرانه آماده کجا نردم بشنن تئاتر یعنی زمینه که زورگوتی محبوب و علاقه بازیگری محبوب اما هیچ وقت که تصوران دیند که روزی که از من شانوگر ببن بازیگر تئاتر ولی خب آقای حسینی از آشنا که گفته نه ارومیه داشت تئاتر کردی هیا فلان کس شده که ازت معرفی کنم مشکوک باشه دیگه بود مرحله اول آقای حسینی دسته نشه یک سپاسی لید کم واقعا در حق من بیاتی که ابتشتو کو به هر حال بیژن استعدادش شکوفا که واقعا آقای حسینی بود سبب کو از روی قدم اول را کم
از گلکس پاسی دیدم. گلک باش. لیه دا برنامه ما به داوی تکنو مستا ام سامانم جوری که دی خیرات نوات کن دسته و نیشی و زحمت کشا کو و دعوت ما قبول کرد از دیگر از خاطر خوش و خازم خاطر خوش بینه را جید خازم و همزمان دیگر خلاصی ها برنامه دا اون تابلوی با من امضا کرد.